من مجددا پیسرم سلام عرض کو منی بله توار نیست ظاهرا من دوست بانو واجه که دیوان نشته در تو درابات گوشه وحشت گوشن شما را شهری که شما به دیوان بار زورته مرچگی مش و دیوان گشتر جست و پرس گاپوتران کنه و جست و پرس کسانی که جست است در رابطه با عثمان گل فعالیت ها و این گرانگورا تو جستان بکنند من پیسر قبل از شی جست پرس شروع بیا واجه ناصر هم مهمانه اگر گپ چیزی است نه ولا چند دقیقه گپ بکن ترند داره ادامه ایده واجه ناصر من توارا توش کنگه سلامت به امیدوار شریسر اشکنگون سلامت به آرش جان حمید آباد روسیم بانکو واجانی که دیوانه یحتگن سلامت به حمید گوشک بود بری مردم که باز خبر کنتن و رنده ممکنه گپ و جست پرس مهمه بیتن بازی مردمی یه فکر رو کنگند خب مردم گوشت که بیلین دا جست پرس بیتن طالبات استمان وقتی بازکان یا دیگه هر کسی یا جستی چیزی هستین تو انجام بداتین خبری که هستین تو یا وقتش یک نظری هستین تو نه 4-5 دقیقه یا تو نوت نظر هم بدین تو که مردم بهش کنتین که آن نظر چی کار بیتن و به هر شکلی اگه خب سیاست تو که مردم هر چیز تو که همیشه اما جوابانی که لازمه نیستن تی که مردمش بلوتن بهش کناتین ولی خب مردم کوشش کن تا جایی که درسی رسیدین جوابانی که بر اساس می تفکرهای حزبی خوب حزبی تفکرهای اکثری و مثلا محدودیت هستند چون تصمیمات رو دست جمعی گرگ ضرورتا مثلا یک جستی ممکنه منوات جوابی هستین ولی خوب بعدی که حزب جوابی نیست ما نتونو بدونین شخصی هم جواب دیگ نبیتین یعنی خب بر البته تمامی هم محدودیتانی که هستین مردم کوشش کنته تا جایی که دستی رسیدین رو راست و بی لوگه شبارا بکن تا چون کاش پیگه که مثلا مطرح کد خوب مثلا ما تا کنگره همچ تصمیم گرفت کنگره ملت ایران و فدرال که مثلا خوب ما اشتراکات تونیم و تا دیگر همکاری بکنه چون بلوچ مردم حق کند که بزاند که مثلا خوب از مردم بلوچستان پرچی مثلا یک کارا کنته هنگای تی شرایط پرچی ها کارا کنته شرایط خوب یک حزب سیاسی همیشه نتوت سیاست دیم بارتند یک حزب سیاسی معمولا یک سری تصمیم ها گرفتند که ممکنه حتی وقتی اعضایش هم قبول مکنند بلکه مثلا هواداران قبول مکنند تو یا ماده ماشو گنده حزبان سیاسی وادی کنه دولت ها تا که دولتان دموکراتیک مردمش درک کنن چون نتونه خبرانی که پیسر کت گنتش تا اپوزیسیون تا دولت اجراش بکنه چون دولت یا طرف دولتی محدودیت هستند یعنی شرایطان مخصوصی کانت تا تاریخ ها که حزبان سیاسی یک سری تصمیمان گرن که سختند و یا به اصطلاح یک کارانی انجام دهند که ممکنه مثلا 100% آن موضع نه تو بشی خوب یک چیز طبیعی تا سیاست تو سیاست یک حزبی میشه تعیین نکند و تعیین کننده هم نه بلکه دیگه دوربر کرور مردم هست هم یک ما مثلا کنگره هر رابطه یک سال چی بوده مثلا ما رو فدرالیسم جغرافی قبول نبوده ولی خب وقت کنگره قبولین و ما هم خوب شیا به یک شکل تبلیغ کنیم که با توجه به شرایطی که هستن چون التیناتیو مختلف فدرالیسم هستن کشون سر سنگ تا اگه جوز کنه همین وقتی که فدرالیسم ملی جغرافی چیزی که ما را قبول نبوده مثلا تا وقتی کنگره هم مثلا وقتی موارد بودگین و هم کلمه جمهوری نبوده چی هم حزب مردم یکی چه حزب بوده که به اصطلاح یعنی باز به اصطلاح تبلیغ و کار جمهوری ورکنه بوده تا کنگره چون همه همه موضوع مطرح بودن که ملیتان مثلا جمهوری تنها نه مثلا فدرالیسم و گرگن خب یک سری چیزا هستند که تشریعات مختلفی تو مردم انجامش بدادن تشریعات دیگه نه تو انجامش بدادن شان هم محدودیتانی هستند و دیگه جستانی که هستند مثلا در رابطه مسائل مختلف هر کسی تو به هر شکل دلی کشیده مطرحش بکنن و از مردم تاریخچه هم تبوتی به اصطلاح چی هم هستن تقریبا تا استوان گله فکر کنون چی نام نی گزارشی که پیشی کنگره حزبه کنگره ملت ایران فدرال نه بوده دیگ بوده و تقریبا تاریخچه کوتاهی چه حزبه هستند و کسایی که لوتانتند تو نهایا بوانند تو بچارند تو یا نکته گیندن و بچارند و اگه جوستی هستین تشن تو انجام بدن چه مثلا گزارش کنگره یا چه برنامه اساسنامه حزبه سلامت به لورت همین مقدمه بگوشم بشارن که سنگتان دیگه کسی جوستی پرسی هست میفرمان باز مهربانی ناصر جان باز باش ایدگی سنگت که دا برزانشتگان واجه رو واجه محمد واجه سعید و واجه این بندویند یاد که واشت گوشنی
شما را اگر پیسر اگر گپ چیزی هستین در رابطه با فعالیت های حزبی انگور یا مقدمه چیزی هستین تو اونو بگوشتن و دیگه سنگت هم که جالان هر کس جسته هستین و نظری کامنتی هستین در رابطه با حزب فعالیت ها تو اونا دستم برز بکنم بیان تو جسته هم مطرح بکنم واجه رحیم من پهلی لورتا من یک بفرمایید. 5 دقیقه فرصت بده، بعد از 5 دقیقه مشغول خدمت بان، چون من هنو وارد بودم لوگا و که پچ کن دیوانا. اوکی سلامت. اوکی واجه رحیم واجه محمد واجه عبدالرؤوف یا واجه سعید شما را گپ چیزی هستین والا مقدمه مهربانی حاج آرش با سلام و درود مردوانی که جهل برس نشتگن. البته یه دیوان شپین یک پچین دیوانی هدف اشن گشتر مردوانی که جست و پرسش هسته در رابطه با حزب مردم تا نوتی جستان بکنند که مردم بتوان تا جایی که امکانی هستن جوابش بداده، ولی تا جایی که ما بلوچانی که دنچ بلوچستانه که ادامه وظیفه در واقع یک بخشی چه مسائل بلوچستان که می وظیفه تو ما می کوشش همچنین که ما وتی وظیفه یا تا جایی که امکان هستن تا جایی که می توان هستن در رابطه مسائل بلوچستان انجام بده و همچوش که ما شما زانین تعداد بلوچانی که دنچ بلوچستانند باز نهند نسبت به کردان که جمعیت میلیونیش هسته یا ترکان و یا گجران که آنی جمعیت سک بازه و میلیونی هست. ما به چند هزار فکر کنم ممکنه برسیم ولی باز نه به 10,000 نرسیم. کل بلوچانی که دن چه بلوچستان و اروپایی و آمریکایی شمالی و ملکان جامنندن، ولی همه تعداد کمی که چه بلوچانی که خارج یحتگند تا ایدان من یارا باز کارش کتد در رابطه مسائل بلوچستان، مسائل حقوق بشری، مسائل سیاسی هستند، مسائل ارتباط گیری هستند و جامعه جهانی هستند و ارتباط گو آدیگا ملتانند و کنفرانسانند و مسئله رسانه‌هانند، خبرگزاریانند و در یه زمین هم باز این چیزی بوتا و هنچوش که هم کنگند و به نظر من تایدان بخصوص شانی که حول حزب مردم بلوچستان جمع بودن و فعالیت کنگند و تی کوشش تلاشش برای منور داشته که بتوانند بلوچ توار ببیند در جاهای مختلف، در کشورهای مختلف. در یه زمانی که یه 6 ماه گذشته این بلوچستان و ایران شلوک بوده و انقلاب ژینا شروع بوده، تقریبا حزب مردم باسک و گل پهکین ملکان و وتی تظاهراتانش دیما برده کند و در تظاهراتانش بحر زورته و کوشش بوده که بلوچ توار ببند در جاهای مختلف، در کشورهای مختلف، در صحنه‌های مختلف و این بخشی چه هم فعالیتان حزب بوده و حزب مردم چه هم اول هم بچی کوشش بوده که بلوچ توار بودن دن چه بلوچستان. مهربانی همیشه کافی می‌دارم. مهربانی واجه محمد باز منتوار سنگتانی که نشتگن جالان چون ما اولا هم اعلام کو مرچگی دیوان آزاد ہے مردم اچ کنتے که باز مردم جست کن از مردم چه کارهایی کن تشتور کای کار کن تونا تو جستم هرچی الا از سنگت درو نشتگن باز تونا بیان تو جستم بکن البته درو وانا تعدادی که هستن واجه ناصر ہیں واجه بلوچ ہیں واجه کد خدایی و سعید و رحیم نشتگن تونا بیان تو جستم بکن انت که اگر جست دل تو کامانتگه یاشه که وتر کامنتی هستن در مورد فعالیت حزب تو بیان تو جست پرسن و تی گپا کامنتا بده انت و تی دستا برز بکنم بیان هرچی آزاده و پامی خاطر دیوان دارک بیته واجر رحیم ترا آمادگی ہے تو تی گپ ماپا بکنه یا
من پس سلام عرض کنم شما درستان خدمت چه شما که این برزایی تو آیانی که گوشتارو کن جهل نشته به هر حال من ناصر جانی گفتال نشکتن چی گوشته شامل محمد جانی مکم و گوش داشتن و دقیقا انچو که آرشان تو مطرح کو پچین دیوانی به قول معروف ماشمی که هر کس هر پیمی نقطه نظری هستی تند مطرح بکن، هر پیمی جستی هستی در حد به قول معروف محدودیت ها جواب دهگم بند در کل ما اگر بلوتن گپی بکنا شاید مختصر ایشی ببیتین که ایران تها بعد از انقلاب مشروطیتی که انجام بود و به قولی بعد از انقلاب کبیر فرانسه بازین جامعه شناسی واقعا نظر همشین که بیت در واقع بگوشه که دومی انقلاب اجتماعی بوده که سیستم شاهنشاهی استبدادی که بوده قاجاریت آخرین باری به هر حال با جنبش مردمی و به طور مشخص ملیت های مختلف که هستن از ترک و کردی بگیره تا به هر حال لورانی بگیره تا کاسپینانی بگیره و به هر حال به شکل‌های مختلف جای مختلف دیگه. حالا ماشی بلوچستان پدا داستان یک چیزی دیگه انتشام گویشانی در واقع همراهی و همگامی و به هر حال اشتراک قوت با همدیگه این انقلاب شکل گرفت و نهایتاً قانون مشروطه، قانون اساسی مشروطه به تصویب رسید که متاسفانه با توجه به چسبی ایرانی که بین المللی حساب وقتی که من به هر حال کسانی منطقه ها کنترل شده است در کپید و همیشه گنده در پایان جنگ جهانی اول انگلیس بودا یک کودتای انجام داد و تمام دستاوردهایی که دستاوردهای واقعا انقلابی هستند دورانی تها شانش تحت لگت مال کت و سیستم تمامیت خواهانه یک ملت و یک زبان و یک سیاست و یک دین و یک کلان همه چیز دیگه وقتی که تمامیت خواهی ببین همه چیز بر مبنای همه چیزی که همه کسی بیتن که قدرت دستندی که متاسفانه دولتی که شکل گرفت به هر حال هویت های تاریخی ملت فارسی انتخاب کردند و در واقع پیشبرنده همه هویت ها و به قول معروف همه سیاست های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هرچی که نامی بیلن تمایم بود داشتن شیند که بعد از این کودتایی که انگلیز آنوده انجام داد و این انقلاب اجتماعی قرارت شکل بگی هنچون که انقلاب اجتماعی که قرارت در دوران به قول معروف انقلاب بهمن الان نام گرفتش دست آوردی بوده متاسفانه باز هم تماما هم شاهد بود که کندگی که برحال عوامل خارجی فاکتورها قدرت خارجی باز هم ویتی رول ویتی نقش ویتی جایگاهی که هستش بازیش کرد و در همه جهتش پیش برد پیشش به قول معروف سیاست‌دان شید که ایرانی تا کلن و بخصوص در ارتباط با مردمانی که به عنوان ملت‌های به هر حال ساکن ایرانند مروچی روچیتها اشان مبارزه یک مبارزه رهایی بخشه و در مبارزه رهایی بخش همراهی و همگامی مبارزان حتی از ایده ها و فکرهای متفاوت هم به عنوان یک اصلی است که باید شکل دهد شکل بگیرد و الا بهر بوگ و پراکنده بوگ چرا که یک عده هستن باورش این که باور به پلورالیسم شه و حتی قبل از اینکه به قول معروف یک قدرت دموکراتیک در یک کشور حاکم بی حتی اپوزیسیون وقت هم در واقع باور عده البته نباشم پاکان ولی متاسفانه غالبیت با همین فکر و همین نظرند که بنا به احترام پلورالیسم در نتیجه تعدد احزاب و تعدد تشکلات سیاسی تعدد نظر و برای نهادهایی که کار دارن کنند توشان اشکالی نداری واقعیت این که خیر در دوران مبارزات رهایی بخش تمام برنامه ریزیانی که در واقع سناریو سازیان مختلفی که در واقع توسط حاکمان انجام میگیرد همیشه بیتند که تا جایی که دستش برسیدن
به همه فلسفه که ما شما بلوچان و شما کشته هلار نهند دامن جنک بی در نتیجه تعدد تشکلات و پمکنه که باز این به قول معروف نهادهای مبارزاتی و نزنشانشی به نفع در واقع به شکلی دشمن توان بید، به دلیلشی که تقسیم نیروی کار و تقسیم امکانات و تدارکاتی که لازم هستند دوشان شیوتی در واقع به نفع دشمن و به ضرر مبارزه رای بخش بیده که متاسفانه به هر حال ما شما الان هستیم درگیر همین مصیبتی که پلان شده در واقع باز این کسی ما شما به هر حال تقدام دورده یک بوتگین هستیم شید که تا جایی که تلاش ببید ایشی باید ببینید که نیروهایی که حداقل تفکرات سیاسی شبیه هم نزدیک هم هستن چه واجه پیلی لطفا چون یک تلفنی هست پتر زنگ زنگیت تلفن قطع عذر لطفا برحال متاسفانه من بیهیال کن وقتی کنچوشی ممانعت وجودی به قول معروف به شکلی ایشید که در صورت تعدد احزاب و تعدد تشکلات فعالیت کننده در میان اپوزیسیون چه کل ایران ببی و بخصوص چه در میان ملیت های ببی مللی ببی که برحال الان در ایران و تحت ستمیند که ما شو به عنوان ستم مضاعف نامیلی و به شکل دیگه به شکل عملی حکومتانی مثل ایران بعد از بخصوص بعد از کودتایی که انجام داده بودشان چیزی واقعا جز استعمار داخلی نامحلگی نبی در واقع ملیت های مختلف به عنوان مستعمراتی هستند که حکومت های تمامیت خواه مرکز همیشه دنبالشی بودند که فقط امکاناتی که هست در سرزمین ها فقط همه سرزمینان لوتن مردمان جنده نلوتن چون ما شاهد هستین دیستین که بلوچستانی تا با توجه به ایشی که جمعه خونین اتفاق کرد چه سیاست ایشان پیش برد که اصلا هیچ کجاش دست گوشش بده کار نه وجدانش بده کار نه هیچ چیزش نه الان که ایشی به عنوان یک ضرورتی یعنی فکر کنک مبید بهشی که پچی برحال در هر صورت مثلا حزب مردم بلوچستان بعضی وقتا یک سری گفتالا اینجا نگی که برحال نلوتی انگار هوری بیت همراه بیت ندانه فلان به اما ولی خب مسائل مختلف هستم مشکلات مشخص خاص به قول معروف هر تشکل خاصی رو داریم هستند و ایشان ادانید که برخلاف این باوری که هستید ما را که یک همچین چیزی باید بی متاسفانه ما بلوچ هم بخصوص البته ما بلوچان دانگان نه متاسفانه کرد هم هنچند ترکان هم همین مشکل هست فارسان که ایما بدترند فارسان جن ایما بدترند به دلیل که با توجه که تحاکمیت بودتگن تو هنگت هم هستند و ایشان خود از موضع قدرت و به قول معروف از یک سری تقسیم بندی های خاصی استفاده کنن که به هر حال تهمت های مختلف و برچسب مختلف به هر کسی که دلش بلورتی دیمانش چسبیند کارن دیم برن ولی مخصوصا در ارتباط ما مللی که خارج از حاکمیتیم و هست و نیستیم در واقع محصول یک سیستم استعمارگرانه ای که تمامیت خواه استبدادی مرکزی هست و بخصوص این دوران سیاه حاکمیت ارتجاع مذهبی جمهوری اسلامی ایران که اصلا یک شکل و شمایل دیگری است که حتی باورهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی در واقع به یک شکلی عقبی بردن باز عقبتری بردن حتی نسبت به همه مسائلی که ما دوران انقلاب بهمن اگر نامی بلی انقلاب البته بعد از اینکه در واقع انقلابیت ولی آخوندخور و ملاخور بود متاسفانه و به همین دلیل هم اهدافی که در ابتدای انقلاب مورد نظر هستند به دست نیافتند که هیچی حتی بعضیا در مقایسه با ما سیستم گذشته وقتی که نندن تو قضاوت کنند خب صد رحمت به همه سیستم استبدادی سابق دارن دیمه دیانتشم و خب مسلما نسل جوان الان هم که هستن به شکلهای مختلف هم خیلی راحتتر قربانی همین تبلیغاتی بند که برحال مثلا کسانی که یک نسل قبلتر از آیانند تو مقایسه ای که کنند متاسفانه مقایسه بده اما نظام سابقی کنند سیستم و ساختار سابقی کنند با جمهوری اسلامی و گندگی برحال به یک شکلان مختلفی دارن مطرح بند این نوع حکومتانی ساختار حکومتان در مجموع منم فکر کنم با تبرارم هم ده توام بکنم بلنک برحال
جهل اگر جستی بیتن چون که آرشتن شما مطرح کرد یا برحال دان هنگت سعید هم عبر نکرده و بلوچ هم هنگت نشته و تبرش نکرده بشان بگنده که شما چی گوشی و گشتر احتمالا ماشمی دیوان به سمتی پیش رود که بگندی جست و پرس یا چالش چونی مطرح کنه که بیتن توشان من منتوارم من میکروفون بندن و برحال در اختیار شما هست سلامت باشید. منتها راجع به این باز مهربانی. من تو ادوار خیر. آرنجام که عبدالوهاب دستگیر که این مراد تو چرا برد ما این نوشته ما دستگیر ما که باید چی برد کد ما یا تو چی پروفایل سر بجن وهاب جان تو پروفایل سر بجن ما هم دعوت هست دیم ده دعوت دارم ما دعوت چی کو بوله نیت کنگا خیر واجه رحیم باز منتوار یه دیگه سنگت که جالا نشتگان تو اونا البته دیگه گروهایی هم که هستن حالا ملک تو که حالا از لحاظ امنیتی بلکه مسائل مشکلات هستن بلدان که فعالیت کنگان په بلوچستان راجع تو اونا بیان انت وتی فعالیت هم ادا مطرح بکنه مردم وقت دادن مرچی انتریوون تو که آزادن تو اونا بیان انت مطرح بکنه البته محدودیت زمانی ممکنه ببید ما چون وقت 2 ساعته بله تا جایی که بیته امکانی است بیانتی فعالیت ها مطرح بکنند و جستان در رابطه و بلوچستان و عثمان گله فعالیت هم بکنند اگر دوستی هستن سنگتان که جالا نشتگن تو اونا بیاینت و فعلا که کسی نیت که واجه که خدای تی میکروفون پچه من میکروفون پچ کد پشه که می دیوان پچین دیوانه و هر نیمه تانت کشک ببیتیم بستگی بشین که شانه که جهل نشتگن چه جو سپورت کنم. من فقط اشاره کوتاه در رابطه با مسئله اتحاد نیروهای دموکراتیک بلوچ که معمولا بحث مطرح بود در کلاب هاوس یا گشته در بین بلوچان فقط کوتاه من فقط لطفا بگوشم که حزب مردم بلوچستان در سال 2008-2009 یک منشور اتحادی داد در رابطه با نیروهای دموکراتیک، چه افرادی که به شکل گروهی هستند چه افرادی که به شکل فردی هستند توانند بیان گوه حزب مردم همکاری بکنند طبق منشوری که دادگتی در رابطه با اتحاد و لوتده که چه پهکی نیروان و گروه هم گوی منشور بسلا برخورد بکنند و تی انتقاد بگشند یا اگر نکتهانی قبول نهند بدلش بکنند، ولی هیچ یک چه سازمان ها گروه ها افراد حاضر نبودند منشور اتحاد حزب مردم برخورد بکنن یا بیان هور بیان تو در اوایل ما یک سری بحث های رای جنبش گوری اکادر ادغام ببین به رای رسیگتی، ولی سری آخر رای جنبش معمولا وقتی مسیر بدل کو در رابطه مسئله استقلال مطرحی کو که بعدش باعث بود چه کنگره ملت ایران فدرال هم در بکپی، ولی ما گندن چه تیم با تایدان که هر سال معمولا چند حزب شهر بوده، چند گروه شهر بوده، چند شورا شهر بوده و هیچ موقع هم ما پا یک اتحاد جمعی نرسیدیم، پچه که حقیقتا ما تمام نیروهای فعال سیاسی عملا هورش گپ کتا برخورد کتا خبری کتا بحثی کتا در رابطه با مسائل اتحاد در رابطه با چونکاتوان همکاری بکنه، ولی هیچ یک کچهشان حاضر نبوده بیان حزب مردم همکاری بکنن و نزدیکی بکنن. سلامت باش. فقط برای پشکنگ موضوع بحث سلامت مایک بیا. سلامت جناب محمد باز منتظر وانو کانی شما را برزا اگم واشد گوشن شوی خدمت همه یک شما اگن شتونه تی کامنت جسته مطرح بکنه. مهربانی شما باشه درود و درهبات کشون دیوان نندوکا قبل درو چیزا ملوتت بگوشون که این انقلاب مشمه که انقلاب زن زندگی آزادیه منی جرندی متوجه کتا پیشی که من وقتی که برزای آیون هیچ با من بانو کوا جهان درود درهبات نگوشون دیوان درود درهبات کشون پچی که ما شما را تنها دو گروه چه مردم نیستیم بلکه ما شما را بانوک ها واجه ها
LGBTQ هستن و مشماره کویر هستن و من فکر کنم ایشی چیزی این که مشمه جامعه توکا اصلا مرسوم نبوده یا چیزی نبوده که ما هیچ بر بلوت در موردی باز فکر بکنه یا بلکه شخصا فکر این کتا بله هنو این چو جاه نکبته که بلوت همیشه چوتی گفتار شروع بکنه ای دموکراسی ها که هر شهروند یا آیه حقا بده من من احساس کنم که ایشی درست تره نه که من بگوشم که درستم باید یه کارا بکنند ولی وتی شخصی نظر آگوشت ادا منو جستی هستد من هشکد که ای هفته گذشته فکر کنم یا بلکه نزدیک 2 هفته بیهنو آخرین نشستی که فکر کنم استنفورد توی که هستد من هشکد که چه جبهه ملیا واجه جمشید امیریا کمو که تعریف کد که گپ چیه بوده و احساس چیه بوده و آیا این نشست مثبت بوده منفی بوده من زانون که حزب مردم هم شرکت کتگ اگر بتونید کمو که پا من بگوشید که شما نظر در مورد نشست چیت من ممنون بو منتوارم شما منتوار بامکانی تو واشم اتفاق موضوع مطرح کو ای چیز ما باید دقت بکنه و که فقط بانو کو واجه نه و شاید دیگه ما هم منیتی جند از این باید سعی کنم و دیوان سنگتان باشم واجه ناصر شما لوٹ بانوکانی جست جواب بده یا ای دیوان کجا استنفورد تو گو کجا بیته؟ من فکر کنم آقای منظوری حتما ما تورنتو گرد 2 تا دیوان تورنتو بیتیم. تورنتو من سلامت باز معذرت لوتون رات و تورنتو سلامت و آنی بخشه جان نه فرقی نکنته خوب یکن رئیم جم تون جوابی داتین رنده خوب برال من خیلی هنو مرششن که کنفرانسانی که بنته ممکنه چه اهمیتی که هستنتش هم گشتر توجه دیگ بیته من خیلی تمیدم که هانی ویتی رابطه سازمان هبری کتا من خیلی آنی اهمیت گشتر بیته تاشی که بره مثلا تورنتو یا استنفورد مرچا خوب تا چیزا باز بیتین و چه کنفرانس پیسرتر هم بوده گن این کنفرانس خوب تا شرایط حتما یکم که اهمیتش گشتر بیتین بخاطر مسئله که تا ایران اتفاق پگین هر کسی منشور دیگین هر کسی لوتی اتحاد در بکن مردم فکر کنم مثلا ممکنه اتحاد در بی کجام گروه ورکنک بی کجام گروه کنار هلک بیتین ای به اصطلاح مشکل اساسی که مرچی هستند وقتی کنفرانس خوب شرط هم یک مردم ربط و به هر حال وقتی به اصطلاح تعدادی چه کسایی که مدت پیسیر ندیستن بعد دیستن تیو حداقل کوهتانی سلام علیکی چون یک روزی کنفرانسی بود حالا اگرچه مثلا چه اروپا کم دوره چون معمولا رسمی که چه آمریکا و اروپا آنگو گشتر مردم تو اروپا که په جلسه ها یه برای تقریبا یکم که برعکس تو گشتر به طرف آمریکا و شمالی مردم رفتن تا کانادا بیتن تی رکتی ممکنه دیگه آمریکا دیگه نمیگن رفتگن وشی بوده هستت و در کل مثبتت یعنی شهری همشیت که بازی گروهی چه گویدان مختلفش دعوت کتگتن و به شکلی هم چه ملیتان گروهان مختلف ملیتان دعوتش کتگت که شما هم استقبال کتگت که به صلاح بتونن تا این پروسه دیالوگا رو بانتن و آیا هم خوب لحتیاب ممکنه گوشتش ما نه آیم بخاطر شیک مثلا یه همچون به صلاح گروهانی که تنوع ملی الوتن تا ایران و ورانتگو بل در کل به صلاح مردم باید بگین دیتی پوزیتیوت شرط و یک رابطه جور بود امیدواریم که تا این کنفرانس هم که فقط صرفا برای دیالوگ هست آشنایی هست تو سیاست بازی چیزیش بر اساس آشنایی روابط جور کنگین و زانگین یک دیگر و تا این کنفرانس تنها بجوز از که مردم مثلا یک سری افراد معروف یک سال دیستگن تی نوکین کسانی یگین دیتن نوکین به اصطلاح جوانترین مردمان یگین دیتن و گویان سلام علیک بیتن یا حداقل گویم چهرهانش آشنا بیتن آنی که علاقمند مردم خوب گونش رابطه جور کردن و این تمام ای جنبه همونی خیلی یک چیز خوبیه بله خوب شی که کنفرانس مثلا چه معول هم وادی فکتی نکته که دیگه منشوری بدینتین یا قطعنامه‌ای بدینتین بر اساس هم شیت هم که خب منشور قطعنامه هنی باز دیگ بوده دیگه منشور قطعنامه زمانک نه فقط نظران گوش کنک با مردمانی آشنایی پاجاروکی بیتین و زانک بیتین که مردم هم چه دارند به اصطلاح به چه شکلی کار بکنند یا چه شکلی کارات دیما برند ال نتیجه گیری که کلی بود شاید که حتی کسی که نتیجه گیری بود اما که یه به اصطلاح مراقبش برجا داشته گد آیانی
نتیجهگیری همشیت که ما لوتن چه در رند گشتر حزبانی سر کار بکنیم، در حالی که گشتر کسایی که کارش انجام داده گرفتن شخصیت و فردتن. بلوتی تحلیل شمشیت با توجه دنیای تو که اشی که به اصطلاح بری هستند شخصیت ها فردان یه ایران الان کلمه سلبریتی ها مثلا استفاده کنند اشا هم تو نوتی نقشه اجرا بکنند، ولی تا آخر به هر حال حزبان سیاسی اند که نقش دموکراتیک و دموکراسی اجرا کنند دیما برند و اشاد که گوشند که ما به اصطلاح اگه دیم کنفرانس لوتیم بیل نه تصمیم گرفت بود که بیل لانتین تا چند ازش موفق با یا نه نتیجه گیری ممکنه رنده پد از رنچا کنفرانس ها پد دیگه و تو که بحث کنه کجا رسانتین قرار بود بیل لانتی و گشتر حزب سیاسی دعوت کنه که ما که خوب حزب سیاسی ما فکر کنیم که بهترین چیز نیست، چون برای در واقع اگه طور جامعه درست بکنه بر اساس نرم مروچیگن لیبرال دموکراتیک باید این حزب سیاسی نقش اساسی تر بیتیم. ایشی که پرسنالیتی هم تو هم مثلا نقش اجرا بکنن تا تظاهراتی تا یک مثلا اجیتیشنی به عنوان اکتیویست یا چیزان دیگه شان خود طبیعیه تا تمام دنیا بوده. یعنی تا خود یک بحث دیگری که تو نه اساسا یک شپی بحثانی بیلی همشی که مثلا چطور کا انقلابانه که چطور موفق بوده، یعنی نقش نیروان جوان چطور کا بوده و احزاب سیاسی رند چطور کا بوده و وقتشانی قدرت سیاسی چطور کا مثلا به شکل تو انتگش موفق با یما بانتی شویتی بحث جداگانه که مرد تو انجام دادند یک شب دیگه، ولی در کل مردانند که آخری نقش حزبانی و چوک جاکته آیا وقتشون با توجه بشی که آقا وقت که نام رضا مریدی که بوده هستند و وقتی مثلا سیستم کانادا بوده، کانادا بود کشوری که بر اساس فدرالیسم و دیسنترالایزیشن و هم دموکراسی هستند تو نقش اعضا بوده جای آرگ بودند و همش که تا دنیا تو که وقتی که انقلابان مختلفی که دنیا بودند به شکل تا کانادا هم بحث بودند و کانادا هم اثرش داشته به شکل مهاجرت چه به طرف کانادا یا چه کانادا رواق پادی کشوران چه کانادا بود کشور مهاجرانه و یه وقتی فکر من خیلی تاثیر خوبی هستید که هم تا این پروسه ورتن ولی برای نتیجه گیری آخری هم شیات و این نتیجه گیری به نظر من نتیجه گیری خوبی است و شیک معذب سیاسی رابطه و ملیتان بوده برای حضورش هستند به شکل گسترده هستند تو در اشکال مختلف یه وقتی بین خلای یک چیز مثبتی است، ولی یه چیز هم باید بگوشن که کنفرانسان مهمتری پیشرفته بودند الله هم محتوا بهتر بودند و هم از لحاظ اشی که مردم بگوشیم مثلا مهمان خارجی جذب کنه هم چیتر بودند که شما وقت حزب مردم هم مثلا دو سه دانه چشم هایشته هم تا اروپا هم تا به اصطلاح بلژیک و هم تا کانادا و دیگران اور بوده این تا به اصطلاح ببینید که دانمارک یا سوئد یا آلمان یا جهان دیگه یا آمریکا موفق تر بودند آیا توی زمانگاه بل خوب هوادی آیا مثلا اینچه ممکنه بحث نبودند که مردم بیاد کلاب هاوس باز که ممکنه یک تلویزیون روزنا مثلا یا تا یک گزارشی داده یا دیگه جاگاهی هنچه خبری بوده یا مقاله نویسه بوده گزارشی دیگه بوده بل خوب هنو خوشبختانه کلاب هاوس هم یک موقعیت جور کته که کسایی که مثلا ممکنه بی بی سی و ایران اینترنشنال یا دیگه رادیونا نیارند و خبرانش گوش بکنند یعنی مشابهت دیگه تو نویتی خبران بکنیم بدون نیاز تا مینستریم تی وی آن و دیگران ایه جنبه همونی خلاص یک اهمیت خاصی پیدا کردی تورنتو و همین دکتر جاکتی تا حاجت هم بحث بگین تا حاجت هم مروچی به سلام مقالان چیزانی مردم گندیتین به شکلانی بحث بگین تو امیدواریم به هر حال که کنفرانس ها کم کم و یک نتیجه بدین انت خاصی که مردم ها تا ایران هستین آی انجام دهگ بیتین سلامت و تیم مهربانی آنی جان چی جوستن اجازه امیدوارم دارم یک واجدین نکته که اما یه تا توضیح که تو قبل از اینکه نفر بعد اولویت دقیقا من لوټه تر بوشن تو تمام اور بیت کنفرانس تمام کی سلامت بسنده کنیم هانی جان ای استنفورد من نام گرفت به درستیش من نام گرفت چه که اول قرارم بوده که تا استنفورد یک دیوانی در واقع هم 6 نفر بلن آقای رضا پهلوی و آقای مهتدی و به اضافه مسیح علی نژاد و ندانا آقای اسماعیلیون برای مجموعا همایان بوده منتها بعدش هم تصمیم گرفت که مثلا بیاین تورنتو به جایشی که دانشگاه استنفورد انجام چون خود که هم تا تورنتو هم اتفاقا دانشگاه استنفوردی هسته ما فکر کنیم بلکه خوب تا دانشگاه استنفوردی انجام میدن تو بدن ولی مشخص رو بعدن که یک روز قبل از که این دیوانت که ما رابطه بودن یک روز قبل از برگزارش کو و گویا تا همه ساختمانش هم برگزار کرده که همه برنامه موسیقی تیرگان فکر کنم نامی که هستد که واجه رستم میرلاشری هم رابطه هم بودن دقیقا همون دیوانش برجم داشته بوده که حتی شپینه که برنامه هم اجرا بوده که در واقع شب قبل از این دیوان بوده که ما بودگی
که رفته گشتن، تمام رفته بودن تمام دیوان و اتفاقا ما خیلی خوششانس هستیم. برحال رستم و من کاری نام بیهیال که جالب فکر نه بانک جیلا من گوشم. ژیلا، عذر میخوام ژیلا، ما خیلی خوششانس هستیم که برحال صحیح بود که ما هم بودن تی اتفاقا خیلی هم دیر وقتت ولی بالاخره یه تو دیستش این هم دیگه ما دیست هم دیگه یه لوکی بود شما مدت هاست ندیسته گفتم بودنم. و اتفاقا جالبت کیسش که زمانی که آقا رضا پهلوی احتمام تو بوده یک تعداد اشاءالله شروع کرده و تمام عکس مکسانی کویرش بودن چون شروعش کرد به 14 به شکلی که در واقع ایجاد مشکل بکنن تشان. و جالبت همین موقع هم هستند که واجب رستم رو تو بودم و شروع کنم تی برنامه و گوشی که من موقعی که دیست چشکانت من همین مسئله مطرح کو که با صدای بلند شخصا خب میکروفونم خیلی قوی بوده دست بودن که من بودی شعرها گو خدا نور این نامه شروع کنم و همین هبران کند. آخر یک نکته خیلی جالبی که مطرحی کرد اشیت که فکر رو گوشدار کنم که وقتی دیستهش نگوشی من بخاطر چی بازم توجه مطرحی داشته به خاطر پشتیبانی از زادان تمام موبایلانی که هستن تو لامپانش رو روشن کنی که اگر دقت کنی بوده انگار به نظریت که مثلا فکر کنم 10,000 لامپ روشن. خیلی جالبه بعدم البته یک کوتاه این کلیپ دیست. فقط لورتام توضیح بدم که این می دیوانی که ما بوده که بوده در واقع دیوان ارتباطی گوآ دیوان استنفورد نبوده بلکه ایش یک دقیقا یک دیوانیت که اکادمیسیانان به اصطلاح اپوزیسیون که عمدتاً کسانی بودن که به هر حال استادای دانشگاه هستند یا مثلا آقای مودیان چون نام گرفت به عنوان وزیر وزارت علوم کانادا بوده با توجه به که یک سیستم فدرالی هست تو دانشگاه و به همین دلیل جنبه آموزشی خیلی عالیت خیلی خوبت و حقیقتا با شخصا سک راضی بود دیوانی که به شکلش داشته نحوه برگزاری یالا بگذاریم یک سری به قول معروف نقطه مختلفان سیاسی مطرح کنه که بند از دیدگاه مختلف یک سری اعتراضات و یک سری به هر حال انتقادات شانم بیته ولی در مجموع گفتگو کسی که کار سیاسی کنته به هیچ وجه نباید گفتگو رد بکن به دلیل ایشی که نهایتا تمام مشکلات پشت میز مذاکره و گفتگو حل بند چه به شکل جنگ جهانی اول و دوم ببینید که برای نهایت یک انفجارهای اتمی همراه بود و چه به شکل‌های به قول معروف جنگ‌های آنچنانی قدیمی بیتن بین دولت‌ها و کشورهای همسایه انجام گرفت. نهایتاً باید من ایندم گفتگو بکنن. بنابراین از ایشی که ما به عنوان حزب مردم بلوچستان یا به هر حال کسان دیگه هم که احتیاجاً تو دانشگاه از یک سری دیدگاه ها به قول معروف مورد نقد و انتقاد قرار گرفت. خیلی خوبه نقد و انتقاد اتفاقا سازنده و باید هم ببینید هیچ اشکال نداره به شرط ایشی که برای این نقد برای به قول معروف مثبت و سازنده ببین نه تخریب. جالب و لازم هم که اتفاقا باید فقط لطفا توضیح بده در این رابطه و همش من دیگه وقت نگیرم شما سلامت بیاد بگوش سلامت minnettar جدی امیده که بانوکانی هم جواب گفت واجه جواد البته اوقات هم دانشتم و یه جستی هم کتی تی تو جستانی اتفاقات برزاوت مطرحی کنته بفرما جواد خدمتون. با سلام به همه دوستان و عزیزان. اول اینکه صدای میاد. بله حاجت تفضل. اوکی. من معذرت میخوام که طبق معمول من فارسی صحبت میکنم، باعث شرمندگیه ولی چاره دیگه ای نیست. من یه چیزی که تو تظاهرات ما بلوچ ها دیدم اینه که کردها چند وقت پیش نشستن با هم دیگه احزاب و گروه های مختلف و با هم دیگه تصمیم گرفتن یک پرچم رو به عنوان پرچم ملی و مشترک استفاده بکنن و سایر پرچم ها شد پرچم های احزاب. چرا احزاب بلوچ این کار نمی‌کنن؟ یکی این سوال منه. ما الان تظاهرات که میریم حداقل 3 تا مدل پرچم رو تا حالا من دیدم. خب این باعث میشه که نشون بده ماها اصلا بلوچا با هم اتحاد و تفاهم نداریم. کردها هم اتحاد و تفاهم ندارن. چیزی که من به شخص دیدم عرب ها هم همینطور احزاب مختلف فکرای مختلف دارن ولی حداقل پرچمشون یه شکله. ولی ما بلوچا پرچممون یه شکل نیست. حداقل 3 مدل پرچم من توی آقای امیر بلوچ، من نصف بلوچم
بعد و واقعا لازمه حداقل ما برای اهداف بزرگی که داریم یکیش اینه که پرچم مشترک داشته باشیم. آره اینو میخواستم بدونم کدوم یکی از دوستان میتونن جواب بدن چرا تا حالا همچین جلسه‌ای برگزار نکردن بلوچ‌ها، چرا احزاب بلوچستان شرقی، بلوچستان غربی با هم ننشستن گفتگو کنن؟ دلیلش چیه؟ ممنون میشم اگه کسی به من جواب بده. minnattar vaja Jawad. Va Jawad Baluchi abar samjit bale abar kanaga mutasifana Baluchi abaz chu kom ke konte khatre misha Farsi gap kante. البته تا جایی که من زانم بلوچستان خیر پرچم در مورد باز ده گپ بیته حالا واجه ناصر یا دیگه سنگتن تو اونا پدام گپ بکنم واجه جواب بده انت سلامت به حتما. خب جستی که میشه باید ببیتین و شهرین جستی هم بلوچستان پرچم مسلما مثلا باید یکی بیتین تشه هیچ شکی نیستین و وادی کم مثلا خب پیسر ترا هر نمگی بیا پرچم بلوچستان بوده که مثلا همه پرچم خانکلات پرچم بوده که معروف تر بوده یک زمانی. خب آیی سر هم یک سری تغییرات از تاریخی و وقت پادشاه یعتگند که مثلا شمشیر و زهم و ما و یا مثلا رنده کلمه لا فکر کلمه لا اله الا الله که نویسته بود یک زمان احمد یارخان مثلا گشترشی رسمی دیگ بود. بله خب آ پرچم بسا بعدش یک بلوچستان جز پاکستان بود و توش خانکلاتش امضا کتگد کمتر دیگه بلوچ های نمگا دیرگوش کت و دیگه پرچمان نمگا بسلا هر یکی رفت و پرچمان مختلف پیشنهاد یک بود دیگه تا که تقریبا شبیه همه پرچم یک هنیگا هم مثلا رندا تا یو ان پی آر رجستر کنگ بود همه پرچم شبیه بود تگن. حالا مثلا ممکنه آبیش کمتر و گشتر بود تگشام یا مثلا ممکنه ستارهش بود یا نبود تگش به چه شکلی بود تگم. بل خب شی بودی که یه چیز بود و آوادی هم شرایطی دابی نیست که مردم بسیار راحت نیست که تو مثلا پیسرترا چون ایران حکومت خب مشازانی مثلا تا یو ان پی او یا دیگه تشکیلات هم بعضی کشورانی هستند نفوذش هستین تا طریق ملیتانی که هستن مثلا بوده تا یو ان پی او خب اعضای مثلا چی بگشه ابخاسیا هم عضوینتون و که مثلا طرفدار روس انتون و ممکنه مثلا دیگه کشوری مثلا مثل تایوان هم بوده هستن و یا مثلا کشوری دیگه ملتان دیگه مثل الگور و یه دیگه آدگرا هم هستن که ممکنه مثلا گشتر آمریکا شماد کن بله چینا و یا دیگه ملتان دیگه که هستند آزگینند که مثلا هم تر روسا بسلا آیا هم بوده عضوان هر یکی وقتی نیمگی کشید یعنی راحت نیاد. بعد اما خب خیلی مهمه که مثلا یه پرچم بسلا مطرح بکنه یه پرچمی چون بوده از حقوقی تو باید پرچمی بیتید طبقا پرچم خب یک پرچم انتخاب کنک بود و خوشبختانه رنده دوستان بلوچستان شرقی و آقای خیربیار که مودیس مثلا پرچم بلوچستانی لوتید همی دابم آوادی خیربیار و مهران با هم دیگه ورتن پیسر بسلا یه انشابی تو کش هستن نداتگتش تماسش گرفت و همه پرچمش قبول کرد و یک عضو بودند همه پرچم از بین المللیش قبول کرد که به عنوان مثلا پرچم بلوچستان بیتن رنده چیزی وقتش مثلا چی هست دیگه نظریاتش رنده دیگه هستد که به دلایل مختلفی مسئله ژئوپلیتیکی ایران و پاکستان هست. بعد وضعیت کلی ایران و پاکستان که با هم دیگه رقابتان منطقه‌ای که هستند تا لوتید مثلا تایی بخشا و تا جدا بکنن تیم بهترین که حالا آیم شبیه شی شبیه آیین تدا مثلا اتفاقا شی بری به نفع ماش ماین وقت همیه که مثلا بلوچستان خب هر که جایی که مثلا یک کشوری یا نگاه خب مثلا ما اگر تا ایران فدرالی ببینید اگر پاکستان هم به شکل فعلا فدرالن و او خب اگر هم یک روچی مثلا پرچم مشخصی کنه دیگه پرچم ها مسلما پرچم وقتی یکم که دیگه شکلی کننتش و کردستان هم مثلا خب PKK سنگتان یا گشتری پرچم ها کمتر استفاده کنه گشتر مثلا اما وقتی مثلا پرچم PKK یا پرچمان حزبی وقتا انتخاب کننده یا سورین پرچم ها دیما برنده. بله خب کردانی تو کال من ندارم کدی جلسه بوده که یه جل تصمیم فکر نکنم تصمیم جدیدیه کردانی که ایرانان سالیان سال که همی پرچم ها استفاده کنن به جز از پشاک کمتر پشاک استفاده کنن که استفاده بل کمتر استفاده کنه تظاهراتانش بره گشتر عکس آقای اوجلان یا وقتی به اصطلاح پرچمان تا مثلا پرچم کردستان اگه کردستان پرچم ورین تو دا گشتر دیگه حزبانیت که به اصطلاح به عنوان اسوسییتد نبود آیان کارنت یا مثلا پرچم یک سهرینی که مثلا بخشان کمونیست به اصطلاح کاراتش که هم به اصطلاح بعضی بری گویا اتحادش هستن با هم دیگه کار کنند.
و خوبشی مسلمه که یک روچی بلوچستان به یک شکل آوادی که وقتی مردم بلوچ تصمیم گیرند وقتی یک پرچم انتخاب کنند ولی فعلا فکر کنم بهتر همین دابا که با توجه بلوچستان غربی اگر به صلاحی یک چی بود یک واحد به صلاح ملیت ایران شناسایی بود حالا بلوچستان شرقی به یک شکل واحد ملیت پاکستان شناسایی بیتین حالا پاکستان وقتی مشکلات مخصوص و هستند دموکراسی و گناه فدرالیسم نیست که پاکستان شهر نمی بلکه مشکل پاکستان مسئله دموکراسی نیست که نتون تحلیل بکنید ساختار اجتماعی دیگه هستن که حلش بکنید تا این نتون اگه حل بکنید که فدرالیسم یک بخش شما دیگرانید که کمتر به صلاح اهمیتی هستید و ادیک به صلاح نتونه سیستم دموکراتیک و تا کلا سیستم اجتماعی سیاسی و تعریف بکنه و دم مشکل گرفته آیا هم خب مسلمان وقتی پرچم بلوچستان شرقی هم چونه که یکی پرچم استفاده کنند مثلا ودا بی ان پی وقتی پرچم استفاده کنند نشنال پارتی وقتی پرچم استفاده کنند اتفاق ودا وضعیت باز بدتر ما حداقل لحظه گروه هم یکی پرچم استفاده کنه و به نفع ما شمایید به جز لحظه هستن که مثلا ممکن فکر کنه که در بلوچستان متحد گپ جنه آیا ممکنه ما یکی پرچم استفاده کنند بله در کل بیشتر بلوچستان که بلوچستان غربی یکی پرچم استفاده کنن و تا شرایط هم به نفع ما شمایید که من خیالا که همه دا بیتین تصمیم سنگ وقت به صلاح بلوچستان شرقی حتی تو بعدی که آقای بوکتی کشک بود هم همه پرچمات و اگر اکسان قدیمی تا اینترنت هم سرچ بکنه که همزمان به صلاح که آقای بوکتی تا کوه تو تا بعدی که به صلاح شهید بود بیشتر همه پرچمات که آیه همه به صلاح و همه پرچما بوکتی به صلاح پرچم که راه هستن تو دا و جتانتش رنده به صلاح تصمیم گرفته بودن که این پرچم وقتی که جدا بکنن تو بیشتر دوستان بلوچستان شرقی هستن و خاص کاودی به صلاح بلوچستان لیبریشن آرمی بگوشیگیر کنند بلوچستان فریدم موومنت و رنده پدا بی آر پی هم ویت واسکو بی آر پی حتی ویت اولی وبسایت هم همه پرچم زده گرد اولی وبسایتی که مثلا نه بلوچستان ریپابلیکن پارتی دیگه بی آر پی ها دیگه اولی مثلا وبسایتی که ادش کوتا گرد همه پرچمش زده گرد و این مثلا رنده آین تصمیم که پرچم بدل بکنند و خب یک پروسه که تصمیم یک گرفتگی بر اساس من فکر کنم مسئله ژئوپلیتیک بوده منطقه جغرافی سیاسی مثلا و دیگه چیزی نه تو شما اختلافی مزانه منی داد چیه تو برا هر دو پرچم یه چه اشکالی نیستن تی مردم دویم پرچم هم وقتی لوگا یر بکن بل خب ما شو بعد تظاهراتی رمی یا جای رمی اگر به اصطلاح هر یک به اصطلاح ژئوپلیتیک هم احترام بلین شرایط بین‌المللی هم احترام بلین و یکی چه اشکالانی که ما شو بلوچم پیسرتر هم شکست وارد همه بیتک شرایط بین‌المللی در سر نگیبتا گلورتینگ وقتی راه برمی که متاسفانه دی دنیا مرچی دنیا سک پیچیده ترند و دماده که گنده یک سری تصمیم گیری هم جهان دیگه بانده تا ما شما تصمیم گیرن چون که ریم اشاره کد که مثلا تا ایران اگر می انقلابی هم بود رنده به چه شکلی به صلاح به دنیا گیر چون یک سری تصمیماتی هستن که دیگه جاگا گرگ بانده که شان هم شما باید توجه بکنه دیگه جا هم توجه جلب بکنه که ما شما را هم چوتی زورا هر کس وتی حقا گریتند بل خب اگر دیگرانی هم مدتی بیتند اگر حداقل دیگرانی مخالفت هم بیتند پریشان رند که شیا به صورت طوری بکنند که مثلا دیگران قوت مخالف مکنند سعی بکن که یا جنگی بروتن 3-4 جنگا و یا پاری برای مردم مشکلن اشو هم بحثانی که سنگتا اگر جو سیاسی مردم جوابش بداتین یکی مثلا مردم پرچه یونایتد این کاری نتون انجام بداتین تجربه که کردان هستین تجربه که دیگران هستین به چه شکلی ربطگن و چه مشکلاتی جور کنند هر چیز وقتی ضرر و فایده هستند ولی مردم بحثش بکنند سلامت و امیدوارم که جاوید جان تا وقتی جواب گیرد من تو ناصر البته واجه جواد من نزانتی منظور ما تظاهرات کلنا او دا پرچم بلوچستان یک که فقط هم یک پرچم که توانیت پروفایل کتا فقط شکه یک مدت عثمان گلالاتی پرچم ارد کتا گیتن که رنگ کمال که متفاوته بلکه همشیا بودو وشه که متفاوته پرچمته انشو که واجه ناصر هم گو بلوچستان غربیه معمولا چه کسانی که فعالیت کنند سیاسی گناهگار همه پرچم استفاده کنند امیده که جواب گفت الان قبل از اینکه واجه لطیف ما وقت بدیم سنگتی جوز کته چه واجه نوشتگی که ما دقیقا وانانی واجه ناصر چه تره واجه دکتر بولیده شما هم برای آوردن فدرالیسم مبارزه میکنید و جبهه بلوچستان ایران هم برای فدرالیسم مبارزه میکند چرا با هم اتحاد یا ائتلاف نمیکنید اگر ایشی رنده جواب بده چون رنده جوست چو ایر بیان باز بیان رنده پدوم این کسانی که نشتگان
سلامت و خوب باز به جای جستین تو یه جسته ما جبه سنگتان ها که هستن تو واجه جمشیدین گشتر فعالن و گندگ و ظاهر بیتین ما فکر کنم حداقل 10 برا گشته که های بیت حزب مردم آخر جبه آیوتی بهتر زانته که چطور کانت حزبان و سازمانان و یه دیگران و بهترین که شما یک تشکیلاتی بیان چون که ریما هم پیسر هم گشتید معمولا بهترین که شما یک ملتی این دیگه یک مثلا اقلیتی بودتگین تا یک جای دیگه کمتر کنک بودتگین بحر کنک بودتگین نزور کنک هم بودتگین یک دلیلی هم نه ایران حکومت چما شاه زمانگا چما وادی که انگلیز هم یاد که بسید کلا کلونیالیزم یا استعمارگری یکی چه بحر همی بوده که مردم تو که اختلاف شگل بده حکومت بکن و یه مثلا یک بحری بوده چه سیاستی که انگلیز بلوچستان دیمه برده و دیگه نچوک آقای که نام فکر مثلا گریسونه تو یک دی کتابی تو کامشی مثلا یک یادآوری کته که دولتان مثل ایران شی در واقع به ارث برده چه انگلیز در بلوچستان و شی آقای خالد بری هم تایبتی ابران تو کوشی ما بلوچان به اصطلاح جدا بدارن و نزور بدارن از اقتصادی افتاده بدارن چون مازان بلوچ و استقلال نیمگار روانته و یه سیاستی که درست یا نادرست ابری درست یک بلوچ استقلال لوته نه لوته ولی کارش کته و یه سیاسی بوده دیمش برده نیمشه جامعه بلوچستان هم اگه باشه بچارنی یکی چه مشکلاتی همه به اصطلاح سیستم لوکال طایفی تبوتی زمانگا خوب یک اما که بر همان کود میشه مثلا یکی چه اروپای دیم روی هم بجز از یک تجربه دموکراتیک ته به اصطلاح یونان باستان بودتگش بله هنی اگه تو به اصطلاح انتروپولوژی شام بچاره جامعه شناسی اروپایی بچاره دو چیز اهمیت دیدن که مرشی اروپایی بجز از چیزا یکی نه دلیل یکی نه که اروپا چوی دیما رفته ولی یکی مثلا ادمنستریشن و سیستم مثلا قانونگذاری روم بوده که تاگت اروپا هستن دومی هم مثلا همین سیستم لوکال طایفی یا سیستم جرگه‌ای و مثلا طایفه آلمان بوده جرمن مثلا مردمانی کوده بودند که خب روما هیچ وقت نتوند بگیریتش همیشه روما درگیرته اگرچه یک کشوری نهتن بل خب قدرتمندته اشان مثلا تاثیرش ده و بلوچستان تو که وقتی زمانه مردم گوشی خب لوکال طایفه بودی تاثیر بوده بله اشی وقتی که در مقابل مثلا یک همچین مزنی مشکلی که پیتین چون که بیایید که مثلا بلوچستان راندام لوته تو تا یک جا بکنه که مثلا مشخصا بلوچ کانفدراسیون جور کنک بود چاکر و گهرام دوران لاشار و رنده مثلا نام مشهورین پدا مثلا زیگریانی که زیگریانی خب همج گوشت پیسیر جل چیا جانگ نقشه من گوره هستند که بلوچ کانفدراسیون بود که مثلا یک زمانی حکومت مثلا زیگریانت یا که مثلا بلدیان حکومت کلا تا نقشه هم یاد که به عنوان بلوچ کانفدراسیون یک جورش کد بعد رند خانکلات خب مشخصا دیگه ادا دیگه مردم تو بگشیدند که بلوچ مثلا لورسیتی به شکل بخصوص که نصیر خان نوری یا آقا یا مثلا سیستم ملوک الطائفی نزورتر بکنته سیستم پادشاهی قدرتمندتر بکنته و در واقع پیشرفت جامعه بلوچستان که یک جای دیگه یاد یعنی سیستم کنفدراسی طایفی و یه دیگه به سیستم پادشاهی تبدیل بکنته بعد هم همین دعوت اتفاقی که خارجا کپتن بلوچستان متاسفانه خراب کرد و اگه ما شو بگیم مثلا نه کردستان یا جان دیگه ملتانی که مثلا خوردین بودن در مقایسهش ما شو چاره هیچ یکی مستقل به شکل نبود مثلا بلوچستان پیش افغانستان روم چی بگوشم چی بگوشه صفوی فارس نیمگا و آنگو به اصطلاح روم هند مغول وسطا یک کشوری به یک شکلی هستند و به چیزانی بودن که مشوار بودن بله هنگام خوب این مشکل مشوار هستند کمی سیستم به اصطلاح که هر کسی مثلا یک حزب بیتی مشکلی که بیتی و ما چون اول هم ما تا حزب مردم مثلا مرجنه و حتی ما درگیر بودیم چون ما زانه بود مردم تمام گناه سنگت دوست ما هر جانه با همدیگه ورن تو به قول معروف هم شاما ورن و هم نند پادا با هم دیگه ورن و اتفان و دیگران هم گندن و دیگه ما بلوچستان واقعا چه دیگه ملتان با هم دیگه نزدیکترین و دیگه تا کنفرانسی جلسه رو نند پادا هستن و حتی ما دیگه هم جیبه تازه بوده که از مردم تازه بوده که مثلا که مثلا یه دیگران واقعا با هم سلام علیکش نکرد شهری سر خب یک زمانی مردم تندترن نسبت به یک دیگران خاص از زمانگان و دیگه مثلا ما های دو شوکه تا نماینده مردم دیس ما مثلا خب با هم دیگه مطلق بگوش و جوک بگوش و هم دیگه رو بغل بکنه و چوک به عنوان بعد سالی مردم یک تر گندیتن درست تعجب که شما چطور با هم دیگه چون نزدیک خب ما که با هم دیگه کار که درست یاد و وارث و نزدیک و دوست و یکی به اصطلاح پیرو که فرزنده به عنوان بلوچ ما داره که جدایی هستین
ولی خب این متاسفانه هستید و یک سری مسائل که ما هم سر در نیارین که مثلا پرچی وادی که مثلا جیبه هستین شورای همکاری اد بیتین نروانت همه جیبه یا وادی که جیبه هستی مثلا مردم گندی که مثلا تک بازی مثلا آدابا سازمان و احزاب دیگه تشنی است مردم خوب شما بهترین کن بیاد از مردم کار بکنه حتی هم پیشنهاد داد وادی که اگر شرایطش جیبه شهر بیتین مردم رو جیبه اد کنته هنچون نبی یک جیبه بدار صرفا به خاطر نام و همین دو پسرتر محمد هم اشاره کرد و ما وادی که از مردم آمد کرد ما واقعا هم کلا دیم دو سنگتان زروم بشه ولی خب زیاد توجه کنگ نبود حالا وادی خوب آن بود شرایطش هست درونی که مثلا ما شو تو بحث بکنیم که ما مثلا بیاین زروم بشه تنها که معاونت دیگه مردم هم هستن بله خب آوا موافق نورند هم قرار بود با هم دیگه یکیم مرج ما بیشتر شیوه تک ما با هم دیگه ادغام ببین تا شیک فعلا جهبه تشکیل بشه زمانی که اگه مثلا تجربیات مختلف مردم ملتان گوچاری که ما ملت ضعیف‌ترین تا آفریقا جنوبی بگیره تا هند بگیره تا آمریکا بگیره تا که به اصطلاح دیگه کشورها بگیره معمولا این احزاب سیکولار دموکراتیکه که بجز از آمریکا خب آبادی هم سوسیالیستی نبوده بله خب مثلا هند و یک سری چیزان ناسیونالیسمش هم بوده سوسیالیسمش هم بوده مثلا آفریقا جنوبی هم با سوسیالیسم هم بوده ناسیونالیسم هم بوده بله خب ناسیونال سوسیالیسم نبوده کاپا دست حکیم بدین چیزی هست حقوق ملیش وقتی لورتا ول در زن بر اساس به اصطلاح ایدئولوژی سوسیالیستی که مثلا هم تحت تاثیر قرار گرفتن بودن معمولا یک تشکیلاتی بودن یک قدرتی بودن حالا مثلا اگر یک حزب کمونیست مثلا تا آفریقا جنوبی هم بوده به شکل فعال بوده که یک بخشن چیسپیتان بودن اندیان بودن بخشن مثلا سیاهان بودن بل آیا هم تا زمان گفت تطبیق داده گو سیاست به اصطلاح مشخص مثلا چیه به اصطلاح افریکان نشنال کانگرس ها که بتونن مثلا اصلی موضوع حل بکنن که آپارتاید یعنی ما مثلا هم باید همه دابیم ما بلوچ هم مثلا باید بیان یک حزب قدرتمندی بیتیم فراگیری بیتیم بتونید به صورت بخشان مختلف کار کنید ما که از مردم پیش داشتن مثلا باید ایرانی تور کن باید خارجیان تون کار بکنید و داخل کشورتون کار بکنید و تون به اصطلاح ارتباط جور بکنید تون به اصطلاح یک سری مسائل دیگه ما بارتین و ما هدف همشه که مثلا یک همچین کاری انجام ده بیتین تو شی خوب ممکنه ما جامعه تو که با تو بک‌گراند ما داک ما توضیح داد لازم لوکال طایفی ما رو بوده و نیروان خارجی یک تاثیرش هست ما را نیلنتی ولی ما همیشه کوشش کنیم تا همین 6 سال پیش هم وقت دوستان زروم بشم همین دو یا بر چیز بوده و بعد جبهه متحده هم اتفاقا همین 3 ماه پیش هم یه خبر چیز کرد ولی متاسفانه به جایی نرسید مزانی جبهه متحده هم لاتر واقعا هم طرفدارش یک وقت حزب مردم بیان کار بکنه ما ادغام به حزب مردم چون هم نکودا تمام گینا بوده چی هستن تا چون نفره یا به شکل چه کسایی بوده هستن ولی خب بوده هم یه خواسته هستن اگر یه خواسته اجرا بکناتی سکشن به نظر ما خب حزب مردم یک حزب دیگه جبهه یعنی چه حزبان تشکیل بیتن چه سازمانان تشکیل بیتن آودی که جبهه بوده خب مثلا آودی جنبش مبارزین بلوچ بوده نظام زرومبش من یاد بیتن اولی بحثانی که ما را جبهه هستن به عنوان آودی کمیته بلوچت یک چه زرومبش مردم هم ورگون تا بحثان تو که نماینده جبهه هستن دیگه نظام لحظه دیگه که مثلا شخصیتان هستند او رتن تیگون به شکلانی تودا بله هنیگا ما نزانیم مثلا به چه شکلین بله خب ما همیشه جبهیان گپ جتا امیدواریم ما بشه گیواب نکنیم بله همه ما وقت ادغام کنه گو مرجر واسطه فعلا ما سیاست همشید اگر لوتن ما تونی کار بکنی و دیگه تشکیلات این کار بکنن اتحاد ملی بلوچستان هر کنه گلورتش اتحاد گشت خلیجات لورت تردید کنه ما تماس گرفتن که کارا نکنه تا مشوره زیاد بازی هستیم زرومبش هستیم برات زرومبش اگه استقلال طلبه اسلامی فکر کنه تا برات عدل میاد فکر کنه فدرالیسم همزیستی مسائل تامیز حاکمیت ملی و این چیزانا بیاتن گوما ور بهتان و حتی بلوچان یک وقت بلوچستان شرقی کار کنه همه گوشتن واقعا چشون لاتی میگم تماسش بوده لورتش مثلا پناهندگی بگیرن راهنماییش به کار بوده مشورتش به کار بوده ما کمک کنیم به عنوان از مردم بلوچستان و دیگه مثلا پادشاه اروپا رسته گینگانگو کمکش به کار بوده به هر شکلی که ما دسترس ما کمک کنیم شام خوب لاتی علاقمند بودن که مثلا در با استقلال کار کنن ما تو پیشنهاد دادیم برات زروم بشه ولوتش نرفتگن حالا دلایلی خوب چی هست مثلا زروم بشه نروان مثلا بلوچستان فریدم موومنت کار کننده یا گویا نزدیک تر بنتی یا سوالی که زروم بشه جواب دادن که پرچی مثلا نتونن تگی نیروان جذب کن بل واقعا ما شخصا وقت هم گوشن گوشتگن و حتی در حد به اصطلاح رهبری آقای کریم زاده هم من وادی لیست اولی را البته کریم زاده خب پسر ما کار کرد 30-40 سال یک دیگه جا کاره بل خب وادی کمی آخران کای گشتر تا یه بخشن گشتر فعال بوده ما پیشنهاد داشتن زروم بشه فعال نکنن شما خب باید فکر کنم مثلا ما بود بهتر تو این فعالیت بکنه هم یک
مسئله دیگری اینه که مثلا با دوستان جنبش آینی حل بکنن. ولی واقعا من علاقمندی همشین که ما یعنی ژئوپلیتیک که تو دنیا هستین ما بلوچان شیا چی بزنیم و سعی بکنید که عذابی که مثلا هر وقت هم راجت پاکی مرد متماس کردن خب دلیل نیست رو دیگه بیار بکنه برات تا سه تا حزب والا هستن تا به هر حال ایشون هم اگر اشتباه بود تگن اد کنگیش جور کنگیش ولی همین شکلش گرفته و هندگان جایش بلوچستان سیاست تو که تقریبا هستین جنبش به خاطرش که استقلال طلبی تفکری هستند حزب مردم به هر حال وقتی به سلام رابطان بین المللی هستند و ایرانی هستند تی فدرالیسم و حاکمیت ملی و شان لوتیتین و عدل هم هستند به عنوان یک سازمان مذهبی و شیک هم یکی و شیک مثلا آیا مثلا نظام آمریکاش توریستان یا آمریکا خب بازی نه توریستان بله هیچ کسی چی نکنه رانچ 9/11 درسته الگورش هم توریست اعلام کردند چی نام استفاده که الگورم توریستان تو بله آمریکا رابطه گویا خب همه یه پیگت سیرین PKK همایان توریست اعلام کرده بل خب گونی کار هم کنند ایشان همه دنیا تو که به اصطلاح گشتر کشوران بر اساس منافع رمانتی تو آمریکا طرفدار من یک چیزی باید بگم که مثلا مردم یک سری تفکرات دیگه هستن که توضیح داد ندیم رامتراگ جوسی با توضیح دیم بلکه ما یه درو هم یه خبر کتگند که بهترین شما همین نمیگاره همین تشکیلات هم فعال بکنه بهترش که یکی گشتر کنه چون کسی حزب نکن با هم دیگه رقیب بیتن خب مثلا تفکرات عدل هر کسی زانتین تیز مردم هر کسی زانتین جنبش هر کسی زانتین و ما واقعا هم کوشش کردیم که مثلا بین حزب مردم و جنبش یک ادغامی به وجود بیاید ولی خب متاسفانه تا حقیقت نبوده ولی ما کوشش هم شد جیبه هم کوشش کردیم جیبه هم خوب با هم وقتی به اصطلاح یک سری وقتی ارتباطاتش هستند وقتی به اصطلاح چیانش هستند ولی ما کوشش هم شد که بیان تا حزب مردم ادغام بند چون نظر ما جیبه وقتی که ودی کرد بود رنده سه جا بود جیبه مردم بلوچستان آقای حسین بور جیبه متحد بلوچستان جمهوری خان آقای جمشید امیری و جیبه متحد آقای دشوکیه که بعد از مدت خوب آیه تقریبا وقتی گواپینتی و گشتر تا بلوچستان استادی زفیران کار کنته و به نظر ما سکه شهرین تصمیم گرفت آقای دشوکیا که رفت مثلا به طرف کاران دیگری زانتیک مثلا وقتی که تا مثلا گروهی که قرار تا جیبه عاد بکنه نیستن بره مثلا به نام جیبه کار بکنه این چیز اشتباهی طرف کارا و انجام کار انجام ده و ما هم خب به هر حال بخشانی هم فکری هستیم و آیا و خب یک بخشانی ممکنه آیا وقتی دا فکر کنم چه گشتر یک آدم فعلا کارشناسی و گشتر مثلا کارانی چیانن بل خب وقتی کار انجام ده و هر یکی مثلا چون کار مختلفی هستن ضرورتی نیست هر کسی لوتی سیاسی بیتن باید حزب و سازمان درد بکن یا جیبه درد بکنه بیا چیه بکنه خب کاران مختلف هست و بشری یه دیگه هستن تینک تانکی هستن مثلا تا آمریکا که تصمیمانی گرفتن تا رند اگه سنگیت جوسکومر جواب دادن تا کنار همه استیت دپارتمنت مثلا ده ها دیگه انستیتوت هستند که مثلا مواد خوب بعد که رفت آمریکا شانی گو وانت مثلا آمریکا سیاست در رابطه با استقلال کشوران چیه چی فکر کنند تو اشتراکا مثلا داره خبر بکنه در رابطه با فدرالیسم مثلا چی فکر کنند ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه اشتراکا گندند شان ضرورتا تو استیت دپارتمنت صفحه نوانه دیگه تینک تانک هستند مثلا دیگه به صلاحت لات اینستیتوت هستن با شهر کتگن حتی لات چه اینستیتوت رئیس هم سنای آمریکا تعیین کنند چون رئیس جمهور پیشنهادش دادن یا استیت دپارتمنت بعدش تعیین بکنه به خاطر اهمیتی که سیاست خارجی آمریکا است سیاست خارجی بعد هم چون آمریکا کشور فدرالی هم حاکمیت مشترک هستند سنا با تعیینش بکنند کشانی که هم مردم وانیتن شان کنفرانس کنند شان مقاله دهند مثلا استراتژی 7 سال آینده یا 10 سال آینده بود نویسه آمریکایی آمریکا خیلی یه نظر سکی پچه ملکی دیگه شان نویسند آینک مثلا علاقمندند شان برام بوانند بگیندند مثلا همین که آمریکا چطورکا فکر کنند که کشورانی مثلا تغییر مرزانا یا مثلا دینامیسم داخلی کشوران به چه شکلی بیتن مثلا جلوگیری کنک چه جنگان یا اساسا جنگانی به اصطلاح دیم گیری کنک کجا مثلا بهترین سیاستی پا آمریکا کجا می ضرر کمترین بل آمریکا پدا بود همش رهدم نکنه یعنی تمام چیزانی که نویسندش گوشانت که ما ادا چارگینت که فقط منافع ملی آمریکا چطور تعیین کنک بیتن منافع اقتصادی آمریکا چطور تعیین کنک بیتن ما پای خاطره تصمیم بگیریم دیگه مثلا سکم ادامه اوپن مایند یکی مثلا فکر کنه آمریکا حقوق بشر مثلا تصمیم گرفته نه بود هیچ وجه مثلا حقوق بشر مطرح نیست حقوق بشر صرفا میگن که خب ما
اگه یک وقتی دینامیسم داخلی نی کاری روته ما کمک کنیم بل ما هدف شین که مثلا منافع آمریکا تا پروسه تامین کنک بیتن خب مثلا من بعد ودتی تو دخالت هم بکنته تو دخالت طریقه تانکان نظامی نه هزار طریقه دیگه هستن که بعدا هم لوتیت منافع آمریکا تعیین کنک بیتن یعنی منظور شک ما گوی مردم تمام گی گپان جتگن و امیدواریم که به شکل درستری ببخش من مجبورتم دیگه مثال بزنم دیگه چیز بیارم چون واقعا این مسئله اتحاد و یک دستی چیان په ماشو ساک مهمه و یه دلیلی هم کشوران مطرح کنند همشیند که بسیار پرچیشان یک نمه پمی خاطر ما حمایت نکنید و بلوچستان شرقی اگر رندم سنگتان جوز کد که ما مثلا 2010 من وقت ریم الله تیر لفته دیستم و شخصی دیستن که به چه چیزی مهمه که شما انجام دهید با توجه به همین تجربه‌ای که مردم هستند گونه خبری کردن ولی متاسفانه موفق نبودیم و رندهای توضیح دادم ولی ببخشید ولی خب ما طرف ادغام به نظر من بهترین په بلوچستان تا دیگه طریقه جبهه ارکنک چون همین انیگام جبهه پایداری هستین جبهه متحد بلوچستان هستین جبهه مردم بلوچستان هستین شورای همکاری همین شورای همکاری مردمان خب شما هم گوشتین بیاید تا همین حزبان یا اگه واقعا شما صادق لوت جبهه یاد کنه برید جبهه متحد هر یک چه جبهه ان رویتان جبهه متحد بلوچستان یا جبهه مردم بلوچستان آلردی هستند برید همایا پرچه مثلا روی دیگه شورای همکاری جور بکنه که خب هر کسی که شما نکشته الار نه فلسفه ما شما همشین و یه متاسفانه مشکل اساسی که هستین و امیدواریم کم کم بر رفع ببینید و من مبارزه هم همشه یکی که از مردم بلوچستان بجز از آزادی و بلوچستان مردم حقوق گرگا یکی چشین همشین که لوتیتن یک رفتار اخلاق و یا روش سیاسی شهرین بلوچستان به وجود بیتین به دلایل تجربه یک مالا چه کردستان هستند و چه بلوچستان شرقی هستند و ما تو شخصا هم کردان سنگتان چه نزدیک کار کته و تاگه کار کنه و بلوچستان شرقی هم چه نزدیک کار کته و تاگه هم رابطه دوستانه و نزدیکی هستین سلامت ببخش من بر ادراج کش بودن چون لوتشان توضیح بدم سلامت ناصر جان واجه لطیف توتی گپ جسته مطرح بکن خدمت من هم سلام عرض کنم امیدم من صدا هسته هست صدا دیوان درست نندوکان من هم تشکر کنم چه حزب مردم ها قبل از اینکه ما جسته بکنم من یک کوتاه چیزی لوتون بگوشم نظری البته بعد وقت جسته کنم کوتاه من تشکر کنم چه حزب مردم ها البته موت هم حزب مردم بلوچستانو جز حزب مردم بلوچستانو بل من تشکر کنم واقعا یه دیوانی که پچین پد ارد کتا چون که ما بعضی موقع چه دیگه سوشیال میدیایان گنده چه حزبا البته من نظرشن که انتقاد نه به جز تخریب که کننتش شرط که مروچی همه سنگتان که اگه جست انتقادی هسته و حزب مردم و چون شهامتی هم بیتا با یه شهامت آدکر یا دیوانی پچینی ارد کتا که حرکت آزاد و تی مثلا جستا بکن سنگت یا گروه تشکیلات هم بیاد کنه و تی جست کتینا که یه دیگه سنگتانی که هم مثلا ایده دیوان نشتگتا مشخص است که حزب مردم ها پس چیرین چیز نیستن سنگتان علیکی کایا ایشی تخریب کنند ایده بیاد کنه و تی جست کتینا تا درستی مردم سرپد بیتن که حزب برنامه چیه و آیان برنامه چیه حالا مردم روی وقتی جست البته من جست شاید دو قسمت ببیتن یک حزب مردم بلوچستان را چه هر سنگتی که واجه ناصرین یا رحیم لوتی جواب بده یک قسمتی شاید چه آدگه تشکیلاتانی که امید ندا بیتین شهر یا این که شاید هم همه جواب دیگ ببیتگون انچو که ما شما زانین در ایران همه انقلابی که اعتراضاتی بوجود داد که هنی مردم ما شما گندگان بلوچستان ها چین چون نفر هم کشک بیت و هر جمعه های اعتراضات هستن و کسانی که ما شما مثل خارجا هستن آیان انتظار اشین که ما خارجا آیان صدایا به دنیا برسینن و به سازمان های بین المللی برسینن چون خارجا دیگه کاری ما دست نبی و همچنین کاری که حزب مردم ها کتا تظاهراتی کتگان انجام دادگان در تمام شهرهای مثلا اروپا و واقعا صدایی هم رسیده به سازمان های بین المللی البته ما آدگه احزاب یا سازمان هایی که هستن حالا نزانو که پچی نیاد کگن در خارج آیان صدا نبیتگن حالا منی جست اشن که چه حزب مردم ها
بعضی از احزاب مثلا داخل بشن ما انتقاد کنن چه حزبا بشی ما داخل سک فعالیم، مثلا ریم بین مردم اعتراض کنیم، پلاکارد برز کنیم. حزب مردم این کار پچی نکته؟ آیا ایشی به ضرر مردم آیا چارتک بیته یا اینکه چه وقت ترسی یک کار نکته یا آیا و دیگه نحوی انجام دادگان؟ منت بار بیاد همین جوستا همین جوابا بده. باز مهربانی شما چکایه برای جوابی ده حاج ناصر حاج رحیم یا حاج محمد دیگه وحشت سنگتا. که ریم اگه ریم جواب ده جواب بداد شهر اگه من چیزی به کاملی من گوشون رنده مسئله نه فرما ریم جان. والا برحال ماشما نباید لطیف جان در مورد چیزانی که در سوشل میدیا بعضی از کسان مطرح کنند حالا به قول معروف واقعا مناسبین نظرن که مطرحش کنه یا اینکه فقط به قصد تخریب. شما شاید برنامه شی بوده و هنگت هم هستین تمشین که در مقابل چیزانی که کسانی با یک غرضهای خاصی در ارتباط با تخریب داره خبر کنن در سوشل میدیا، پچی که سوشل میدیا برای یک مکانی بوده که هرچی دل تنگی لوتید بگوشید بودا. غافل از ایشی که برحال یک سری مسائل وقتی که بخصوص مسائل سیاسی که هستن تویشان و آن هم روابط بین احزاب وقتی هم که هست و مطرح تویشان دقت کنه گلوتن، چرا که بعضی وقتا حتی یه سری کلمات داره بارهایی هستند که برحال ایجاد فاصله کنند یا ایجاد نزدیکی کنند. نو یک همچین نظراتی بیستن تویشان من حقیقتا طرح این سوال ادا به این شکل شاید نامناسب بی واقعیت ایشیه، ولی من خیلی خلاصه بلوتم باشد به نظر ناصر جان چی لوت مطرح بکند شان ایشین بچر حزب مردم در داخل نه اینکه ارتباطی نیست، ارتباطی خیلی هم خوب هسته، اما آن چیزی که پری مهم بوده و هنگت هم مهمه حفظ آن نیروانی که آنگو هستن توشان. به شکل به قول معروف سلول های هسته های زیرزمینی که هستن اصلا ضرورت نه که همچین نکات مطرح کنه بیتن توشان. و ایشی که به قول تو حالا به یک شکلی داره اشاره کنه که سیر نظر مطرح بیت نزانه هیچ کسیش نیست و نتوانند تو نکنند شان. متاسفانه شی باز هم یک اندیشه فکر نشده اینه که به این شکل مطرح کنه بید، چرا که شید توان عواقب نامناسبی ببینی از نظر طرح مسئله به این شکل، ولی در کل آنچه که برای ما مهمه هدف مهمه ایشی که تشکیلات مطرح کنه بیشی دقت کنیم آشوا تشکلات سیاسی ابزار وسیله برای یک هدفی. آنچه که برای حزب مردم بلوچستانی فعالین سیاسی به عنوان مسئله حیاتی و مهم مطرحه همین مسئله پیشرفت و پیشبرد همه هدفی است که به هر حال در جهت تأمین حقوق دموکراتیک و ملی مردم بلوچستان. چون من پیسر عرض کو ما الان در حال یک مبارزه رهایی بخشیم به دلیل ایشی که اگر چنانچه به قول معروف حضوریم بودیم به شکل احزاب رقیب در درون یک حکومت گروه بوده اصلا مسئله نه، برای که دنبال ایشید که به یک شکلی به قول معروف قدرت به دست بگیرتن تو برای چی بکن برو جلو. ولی الان در این شرایط سک مهمه که ما تمام تشکلات سیاسی که کم و کم نه خوشبختانه سک بازی مواظب این نکته ببین مسائلی که در سوشیل میدیا و شبکه‌های اجتماعی مطرح کنه که ببینید چه عواقبش چی اند در ارتباط با نزدیکتر بوگان، در ارتباط با حفظ برحال تشکل نیروهایی که در واقع یا نهادهایی که در جاگاهی که برحال جمهوری اسلامی در هر صورت شما فهم باید بزانه بودن حلوا بهر نکن اپوزیسیون باید برای مخالفان باید و مخصوصا اگر این مخالفان به یک شکلی متعلق به ملیت های خارج از حاکمیت و مخصوصا اگر بلوچ و عرب و کرد بود شما فکر کنم در طول این 44 سال تنی بعدی کاملا ثابت کرده. لذا هر آن کسی که در ارتباط با این احزاب متعلق به ملیتان در داخل سوشل میدیا یک همچین نکاتی رو مطرح کن لطیف جان شان
نکاتی نهند که به قول معروف حتی تکرار کنک ببند توسط کسانی دیگه و توسط جای دیگه. چرا که شما متاسفانه ارزم کو که تاثیر سوء هله، تاثیر منفی هله. هرچند که به قول معروف الان هم با توجه به تعدد تشکلات سیاسی که در میان ما بلوچان هستیم و هر کجا هم یک به شکل‌های مختلف هم تلاش هم همیشه که به قول معروف فاصله ها رو حفظ بکنیم. متاسفانه این نوع خبران گونه فاصله ها رو گشتر کنن توشان. من دیگه گشته در رابط توضیح نیم. من نظرم اصلا اگر شما را هستین تونید ادامه بدهید. ولی جنبندی همیشه که این نوع مسائل مطرح کنگش در درون سوشل میدیا نکاتی نهند که به نفع جنبش ببند. سلامت. سلامت بریم جامعه. خب من تواری آگین آقا ناصر جان توار هستم. سلامت بریم. شاید مردم باید هر چیزا بزانتین که کجا چه کار بکنن. سیاست تو کار بری گوشن 5 دقیقه مهمه. تمام با گوشن که سیاست بری هستین صدان سال اتفاق چیزی نکپیتین چون تفته یا صدان سال راه مردم روتین یا دهان راه روتین مردم بران. وقتی که طوفانی که تیت مردمان انقلاب معمولا مردم انجام دهند. حزبان سیاسی نه که به اصطلاح کایانت انقلاب کنه. اگه حزبان سیاسی بیانتن به شکلی چه ابتدا یا بلوت رهبری بگیرند یا یک کاری انجام بدهند آدیگرانی به اصطلاح چیا هم قوی کنند که ما هم پس بیایم همین کارا بکنیم و ماش بگیم همین که نکشن واقعیت هست دیگه. وقتی که جایی که مثلا رنده به جنگ داخلی رسیدند همین دلیل بود. و تا ایران شی احتمالاً بازین بخصوص جامعه مثل بلوچستان هم چون وقت دینامیسمی که ترا هستین وقتی که تو مثلا یه کاری انجام میده بلیگی یه کارا مردمانی یه کارا وقتی رهبران منطقه‌ای هستند وقتی همه جاگاه هستند. حالا به صورت تهران بیشتر بلوچستان بیشتر و این وقتی که مثلا تا کردستان هم تظاهرات هم بوده مردمان حزبان سیاسی کود که اگر بده خوب کردستان تو که حزبان یک نقش به اصطلاح به چیتری هستین قویتری هستین چه دیگه جاگاه ولی چون هم قوی نیست که مثلا بتونه تظاهرات آیا ادامه بدهند. مردم تا تظاهراتش کو آیا فقط به عنوان به اصطلاح یک چی عمل کرد که بتونه مثلا یه شکل هماهنگی بکنن تا بگوشن فلان روچا بیته. ولی خب رنده که آیا هم گوش فلان روچا هم بیان کسی نه و چون مردمان نلوته هم نه هستند دیگه. تا بلوچستان خوب یک وقت نقشی بوده که مثلا مولوی عبدالحمید هست دی کافیه دیگه. حزب سیاسی بیوده دخالت بکن هم نقش مولوی عبدالحمید واسطه خوب نبیتین و هم آدگی حزبی آینتین وقت همین تظاهر کننده مشکل که کردستان هم می کار بوده گتگه مثلا پژاکا برابطین وتی بورتین اتم کمالیا وتی بورتین دموکرات وتی گو نزانو دیگه حزب خبات وتی بورتین تو لحظه دیگه حزب هستن که اساسا استقلال طلب هم وتیگش بورتین اتن یه تمام گینا پدا وقت جامعه دیویژن پیش داشته گتن و چیزانی که هم گاشتگند کم کلاباوسا و دوستان کردن وشتم مثلا تا استکهلم سه تظاهرات هستن کردن همزمان وقتی که لورتش تا حزبی انجام میدن سه جاگا بودن تا هم استکهلم حالا ممکن دیگه جاگا هم همیدا بودن این وقتش هم شهر نه انت شما وقتش هم نمونانی که مردم دیگه جاش گندیته که جامعهش دچار مشکل شکل دادن شما مثلا یه پخته‌ای لوتی سیاست هم وتی وشی که ما سیاست نکنیم مثلا به عنوان حزب مردم بلوچستان فقط دیم ولی منافع ملی مردم بلوچ هم باید بیتن. این مهم نیست مثلا وقتی تو گنده که مثلا نقشی که مثلا بوده تا جامعه تو که یک گروهی که داخل آن وتی شرط اجرا کنه و دقیقاً هم برانی که تشکنه گشت به اصطلاح به جایش که مثلا ایدا یک لباس بکنتش که دم باشه ممکنه 100 نفر 200 نفر به یه برات تلویزیون ایدا بوده تو یک اخباری بکنتش حالا اخبار هر تلویزیونی ببینید بوده مثلا یک شخصیت مثل مولوی عبدالحمید که ته مسجد مکی همه بران کنتین و دقیقاً هم به اصطلاح باستابی هم تا جامعه بلوچستان گشتن دهان هزار مردمی اش کنند تا رادیو تلویزیون هم بهتر که تو بر اساس به اصطلاح موقعیتی که بوده هستن تا دیگه بونان یک آدم سیاسی یا چیزی هست که وقتی نظر دگیری دیانتی تو نباید ناراحت بشه باید خوشحال ببین چون تی کارا دیگری انجام دیگه تو این سیاست تو کاوت که هنری دیگه سیاست هنر ممکنات تو شرایط ممکن کنه که مردم وقتی راه در بگی جانتین تو کمک کنه نه اینکه تو یه کارا کنه بلکه تو کمک بکنه تا جایی که دست رسیدین و یه کاری که مردمی انجام میدادند و یه سکه مهم چیزی مثلا اگه ایران فدرال بیتند خوب آوادی به نفع کسایی که استقلال طلبند تو فکر بکن مثلا کسایی که مثلا تا انگلیس زندگی کنند چون فکر کنم تقریبا مردم گوشیدن 15 سال اینجا تونی بلیر که حکومت دیگه تونی بلیر چه رند دیگه به هر حال هنگان گشتر کنسرواتیو هم بوده حکومت کنگان تقریبا 2020 و همین حدود آن دیگه که وقتی مثلا تونی بلیریت مثلا اولی به اصطلاح
چیان جور کنک بودن تا اسکاتلند و مجلس محلی جور کنک بود رنت 12 ساله دیگه فکر کنم تا بعدی که آیا بودی حکومت محلی دیولشن اف پاور بود اگر فدرالیسم هم نیاد تو انت مثلا بیاین تنو انتخابات کنه په استقلال واسطه حالا بهتره چو که یا که مثلا بیای تو مثلا جنگ کشت و کش بکنه تا بیای مثلا ببیتین یا ما بیتین مثلا به چه شکلی بروتین و وقت کلا همشی باره هم شما خبر کنه که مثلا جنبشان استقلال طلب پیش چشی که استقلال که بگیرن یا رند آفترماتیشون برای کتاب نویسه بوده مقاله نویسه بوده اتفاقا یکی مثلا همه وقت آمریکا مثلا همه تینک تانک ها هم فالو بکنتین همشانی مثلا همه وبسایت ها هم رو بیچاریتین بعد کلی بحث بیتین راجع به این مسائل که مثلا چطور که آمریکا و سیاست رو بکنه چون من که خب به هر حال به عنوان یک دانش آموز سیاسی مردم نه وقتی نی هر چیز بیچاری ولی تو یک جای کنسنتریت بکنه بیچاره خوب تو بعد کانت جایی که پولیسیان دنیا به شکلی به هر حال روند کایان everywhere leads to the Rome پیسر گشتن میگم شان everywhere leads to the Washington مثلا ودا روسیان جام بنت هر کسی بیتین مثلا که نام ویدرو ویلسون وادی که پاریسا اما وادی پیش جنگ جهانی اول که تمام بود تمامی ملت ها حتی پاریس چون پاریس نزدیکتر آسیا آفریقا هر جاگای اروپا شرقی که بیان گونی خبر بکنن که چانی استقلال حمایت بکن چون حقیقتا این سرنوشت یک پروژه که اتفاقا نیلسون دیما بود گشتر چلین اینا ویدرو ویلسون اکشن نیلسون ویدرو ویلسون آلو بخش نام چه کتون بر نام متاسفانه اشتباه تلفظ کنه یا گوشنش آیه بسلا چه کتن ادانه که مشابه باید مثلا این چیزا رو انجامش بدین و دیمش ببرین که مثلا به چه شکلی کار بکنه حزب نقشه باید بزنن و آدیگه کسا هم وقتی نقشه از تاریخی هم بزند که مردم کجام مرحله کجام کارا بکنن و تا این بخش انقلابی که ایران واگین همه که اینچو منشور در کرد شام من میشه معتقد نیم مثلا رضا پهلوی وکالت مردم نیاد کن در آذربایجان مردم نیاد کن در هر یکی نیمون کند که هر چیز استفاده بکن بله یک دیگه بجن بلشان تاثیر است یکی مثلا اینچو منشور در کپیتن الکی جمهوری خواهی حالا مردمان ایران مثلا فقط مسئله جمهوری خواهی و فدرالیسم و یا مثلا وکالت یک پر رضا پهلوی بلکه هنوز مردمان یک هویت مشترکی پر چیا حتی رژیم سرنگون کنگا اشیا باید مثلا احزاب سیاسی و آنی که تعقلش اصلا توجهش بکنین ولی متاسفانه تعقل تایشان است و این نظریاتی که ما با هر کس مطرح کنیم تا کنگره بودشه و یا کسایی که به اصطلاح 6 نفر مردم گوما تماس گرفته ما همین خبر کنیم تقریبا و هندگام همین خبر کنن چون گندگی که منشوران دیگه من بعد هفته 2 هفته 3 هفته درست شموشانتی مردم هم دچار هیجان بنتن و شیزنگ یک پرچشمان بود البته شد چیزان جدیدی نه ما مودی که کمیته معقد بلوچستان بود من یادی بازی نگم تماس که میشه شما یعنی ایران چوب بگین شما بعد حزب تشکیل بده تا و ایران یه چیز بگه یعنی ولی هیچ نی پدرند دیگه چیزی بیتن بعد مردم پایه‌ای درست دیما بروتن و حزب مردم همه و پایه‌ای درست دیما رو بگین قدم قدم دیما رو وقتی نقش از آنت چما بودی نقش تعیین کتا که به اصطلاح نقش به اصطلاح رهبری مردم ترا اگه به اصطلاح برسیدین سگ شهرین بلش یه چیزی نه که تیویتی انچو گریگی چه چیزی که مردمی دیانتن و اگه مردم هنیشی مولوی عبدالحمید داده تا اشارات مشخصه و دیگه ما گندگی این نظریات هم نظریات مناسبی هستند ما چای حمایت باید بکنیم و سعی بکنیم که یه نظریات جامعه بلوچستان که مثلا یعنی خب جامعه بلوچستان جنبش زن زندگی آزادی دیگه ما برد و بعدش هم مثلا یه نقش مولوی عبدالحمید توید بازی کرد انسان زانه یک سری شانس انت یک سری تعقل ہیں ترا شانس بیتین تو اگه کم که عقل ترا بیتین تو باز دیما رو و مولوی عبدالحمید هم شرایط قرار گرفت و واقعا هم درستی عمل کرد تا این شرایط و چون گندگی مثلا تا مروچی هم مردم تظاهرات ایستاده که با تو ماه رمضان و ما حدبر هم همشین که ما به صدای مردمانی تظاهران هستیم ببین و اینی خبرانو بکنید و سعی بکنید که مثلا مردم یک طریقه درستی کارا دیما برای بیتین نه شیک بیاین مثلا ادا به اصطلاح پارتیزانی عمل بکنه من بلوتون لیدر بون آی لوتی وکالت لوتی به عنوان حزب به عنوان فرد شان تمام گینا متاسفانه اثر منفی لنت تا جنبش و به نفع جنبش نه و من مطمئنم که داخل کشور مردمان یک فکر کنند آن نقش از مردم شهرزانند و شیم دلجنبه که مردمان کلا هم داده لات یک ما هم کارا کنه پیز مردم رو کریم مثلا عکسی چیز کنه یا مثلا شعاری چیز کنه مباشرت نه چیزی لازم نیست و بلد که یه انقلاب مردمانی گن و ما وظیفه شند که مردمان رو تا جایی که دست رسیده کمک بکنه نه آینی رهبری بکنه بلکه انقلابا مردمان رهبری کنند حزبان سیاسی نقش همان کننده ممکنه یک شرایطی پرش بیش به بلبری هستن چون شیوتی هم نقشی باشدونه یک دیگه بری بکنه که چطورکا انقلابا مثلا انقلابی که سربیان بود ولی دموکراسی همه اوکراین بودند یا جهان دیگه بودند موفقیت ناموفقیتش جهل برزیش باز گلوریس رولوشن انگلیسیانی هم
طولی کشید تا به هر حال انگلیس یک کشور دموکراتیکی بود. همین دابا که انقلاب به اصطلاح چی بگوشه فرانسه هم طول کشید تا فرانسه یک کشور دموکراتیکی بیتن. ایشان تمام گینا بحثان دیگری انت بل در کل ما شما باید به سک مواضع ببین که بزانه حزب تی نقشه بزانتند و رهبریت داخل هستیم بری لات جامعه تو که جوانان بانتند و لات جامعه تو که هم تو یک رهبر مذهبی بیتند که باز برای انتخاب کرده. مثلا دزمن تو ساوت آفریقا بود، عبدالرحمن تا اندونزی بود، غنوشی هم مثلا تونس نقش مثبتی هستند. یک رهبر مذهبی مثل خمینی تا ایران هم نقش منفی بیتند. دیگه موضوعیت خب شان هم مثلا مردم بگیرید بل مردم به خاطر چارگ نه که فلانی مولوی یا پزشکی یا فلانی یا یه دیگری یا دیگری، بلکه آن نقش زوریت عملی که انجام دادن با چارگ بیتن و تا یه انقلاب خوب خوشبختانه مولوی عبدالحمید نقش خوب بود و من خیلی برنت که جنبش بر اساس رهبری همه مردمانی که بوده هستن جوانانی که بوده هستن و نقشی که نیروانی مثلا رهبران معنوی مثل مولوی عبدالحمید هستند اما در دیم بروتن و حزبان هایی کار صاف کن ببندن نه مثلا آن کاران دیما مشکل جور بکنن و رژیم گشتر بهانه بدن پا کشت کشای اساسا یک که ایجاد یک تفرقه بکنن بر اساس ایدان حزبی بود. وقتی مردم تو نه وقتی ایدان حزبی زمانی که بود داخل کشور رفتیم پر رایگیری بین مردم مطرح بکنه هنی باید ایده مردمان مطرح بکنه که ایده مردم من خیلی هنی مهمترینش سرنگونی رژیمه و مهمترین مسئله همشین دیگه چیزی نه فعلا بخصوص مردمان زاهدان ایگان پایین فعلا مهمترین مسئله و بلوچستان ایگان کلا رژیم سرنگونی چون زندگی که رژیم مانی محیط زیست خراب کنه ترکیب جمعیت لوتی خراب بکن بلوچستان لوتی گشتر تجزیه بکنن و رنچه یه رژیم که بروتن بلوچستان جامعه ممکنه وقتی راه منی خیالا یا من فکر کنم تا ممکن میزبا هم امید فکر کنه که راه ترتون راه پاچ بکنن تا گوی رژیم سلامت به سلامت به دقیقا انتشه واجه لطیف شد جوالات جوابی هم گفت واجه شهریار مت خدمت تمام تونتی نظرهای جسته مطرح کنه. باز باش و سلام و درود واجه و سنگتان و بانوکا امیدی که شما وش و تیارتان گوشی ما بلوچی ما بلوچستان نوکی ما هروچ تاک انت زنده دفتر تی بلوچ زیر اتفاق رشتگان خوری بدوچ باز باش دیوانه واجه نقده گوشی هما کس بکند که کمک کند نقد کنو کم ہما کس بیت کہ آئیا ہم ذات بیت ہم صبر بیت ما شمارا سیروچا ساک باز نقد کدا چونکہ من ذاتا شما منی ہمبلت شما من دوستت ما شمارا بہرحال از لحاظ سیاسی وتی فکران کو سک نزدیک زانا نیما وطرئی حق دا کہ کئے بہتر چے واجہ ناصر و واجہ رحیم و حزب مردم بلوچستانا کہ شان تو تا تونے نقد بکم بله بهرحال نقد تو کا ما هم انسان بری بلکه انچو بیتن که نقد دیگه نمیگه هم راو بله ما سعی کتا که نقد شرری نمیگه برو و این نقد اوتکم چی بیتا بله اوتکم ای بیتا دودانک دیوان گرک بیبی و ای دیوانا ما چاره ما شپ دیوانا چه تعدادش هم باز گیشترین و مردم حد کن تو به هر حال شما گپ گوش داشتن حزب مردم بلوچستان که یکی چه شرری حزبانه و به هر حال این شکی شر چیزی بی بانداتی که بلوچستان یک آزاد بلوچستان یا که جغرافیا علی ایران تو کا بیت یا ما بیت آیا مردم بلوچ تعیین کنند آیا من شهریار تعیین کت نکنند بله اگر هرچ نمونه بیتیں آیا نیاز به یک نقادی هست نیاز به چندین نقادی هستند که این نقاداں مروچی دنیا تو کا چه ہما ٹیکنالوجی و ہما حساب کتاباں مروچی ہمیں مس میڈیا تو کا چه شمارا نقد کنند و ہما جورنالیستان کے کتاب لکھند روزنامے لکھند شاہتون و گنجاہتون روا روستایان تو کا جوست کنند کہ شما ای واجهن چه راضی هستید یا نیستید بس نقد سک شرین نی واجه ما باز واش که بهرحال یا شرین شاگردی واجه ناصر واسطه بیتے البته واجہ ناصر صاحب رنگا ما وتی زندگی تو کا نیار تا بیار نہیں بلکہ بعض فائدے کنے بلے ما انگا ہم اشتاپی و کمال بری بری تیز و تروندو بین ہاو بلے از لحاظ فکری مروچی واجہ ناصر سکی شر نکتی مطرح کت کہ ہمائیں کہ بلوچستان زمین سرا مروچی یک جونز دے بے گئیں تو مولانا عبدالحمید صاحب آئیا بہرحال لیڈ کنے گئیں
و ایشی ما جزء همه اولین کسایی بیتگن که همه هفته اول دوم همه چارتا که یک قصه په شرری سر روگین. ایشی از این نظر من بسیار مفتخرم که به هر حال این چند سال اخیرا من چیز یاد گرفته که شرری اما شرایطان تو کا سختی نانگه تو تونه شرری به قول معروف تصمیم بگیره که شر بیبید پر راج واسطه تا این چوکا شر رن تا همین دقیقی که ماشما گپ جنگه مولانا عبدالحمید صاحب گپ زبردست گپ نی ما وتی نگباحتی گوشی ما هنچی نگباحتی راجی که مارا پرچم اس طرح هم کمل و باز کٹیٹا هستیم پرچم رنگان اس طرح و بہرحال ہما شکل و تصویران اس طرح پدا ما ہنچی نگباحتی راجی کہ صحیح جگہ باہر بھی تگیں ما پدا ہنچی نگباحتی راجی کہ میں ہما نبیسگ ہما سیاہگ ہم بڑے بڑے ما نندے شپا دیوان کنے اسی پرچے سے آئے دو نمونے لکک بیتے ای نشان به من نگباحتی ہیں کہ ما انسان های هستیم که مختلف فکر کنیم مختلف سوچی هستیم که یک دموکراسی واسطه یک بهتر بیگ واسطه این مختلف فکر و سوچ نیاز هستند و جناصر ما باز شمار چه تشکر کنیم و سنگتان چی و حزب مردم بلوچستان زبردست و کارا برگن دیما گفتمان هنچوشند که بری بری واجه ناصر نیدی تی گو ایرانیان نیدی گپ دیوان کنتے بوتی سرزمین واسطہ بلوچ راج واسطہ گفتمان بری بری با ہنچوشند کہ مکران شپا واب گندی یک مردی کو کاغذہ کہتے ہیں خودکارا نیدی گو مکران دیوان کا واب تو کا بلے آ دیم مردم بلکہ ایرانی نہیں بلکہ دیگه مردمی متوجہ نہ بری بری گفتمان خاور میں آنے وہ اسے عجیب جا گئی و ایران ہم سک عجیب ہیں و بلوچستان انگا عجیب ترین بری بری گفتمانا ہنچو بیانت کے اودا مردمی کے آم ملکے گیا نندوک نہیں دیگی مردمان اندہ وات موتا گفتمان کنن تھے کرندہ پدا بہرحال شرائط سخت واسطہ نید مادرو ہور تصمیم گریں سلامت صوبے بات توجہ ما شماستا عرض سلامتی و توفیق کنے مارا وتی ہمبل بزانت ما گو شمارا مدام ہو رہے سلامت صوبے بات تا سلامت باش شهریار. حالا جست من متوجه نبید تا نیست من دله گشتر شهریار که جوست نظر نیست جوست جوست باز من نیست سلامت به شهریار جان خوب انتقاد کنه اگه میشه شهرین توی بین بوتی انتقاد هم او نقد شهر نقد سازنده بیان شهر که هم دیگه مردم تر اصلاح کنده امترا بروت شهر من میکروفون دایم واجه دکتر عظیم دنشتر نوبتینی واجه بلوچه چه من خواهش کن اگر امکانی هست کم که دیوان اگر دیما بورد کن در ادامه من چکم که کارو که هستیم پدا کارشون خدمت منت وار جی منت و تو راحت بجان دکتر عظیم جان تیم تیجی بله درود و درود دوره عزیزان دیوان اندوکان باز باشین که سرجنبه یکیت واقعی که گفتگو ببی هم فکری و هم نظری ببید راشن شرط رو گشتر دیم بروند فضای مجازی و خاصا کلاب هاوس ها یعنی دو سال گستر گوسته و ما واقعی کوشش کن که به هر طریق ما تا یک تغییر پهن ببید که دنیا همین یه مگروگن که ما وقت و تیتوکا هر چه گشتر نیند و پاد نیند ببید و مسائل سراغاب کنگ ببید راه و همفکری و همراهی و همکوپگی گشتر پیدا بید یا حقیقت این که مرچی ثابت کنگن که همه فضای مجازی ها خاصا کلاب هاوس ها بلوچان 4-5 دیوان یا تگرد هستن ولی منی امید همیشه که تگردان هرچی به هم دیگه نزدیکتر بکنن و مستر ببند و گشتر و همشونی و همفکری و همراهی ببید و تاپیکان و مسائل سرا یک جاگاهی و همراهی مرچی ماحول تو که باز پایدمنده هم راج واسطه زنده و هم سرزمین و آبادانی واسطه چه واسطه که حقیقتش این که هنچی شما دروش شهری سرازانید بعضی مردم حزب و گل و سازمان و گروه و منفرد و شخصیت خاصن درستانی حق راج توکا به یک نوع لپاشک بوده و پشتش داشتگن کسی نه یه سرزمین توکا که به نام بلوچ و بلوچستانه آیا حقا به یک شکل پایمال مبی هر دیاسپوری توکا هر خانواده یا طبقه و یا کشری بوده چه مسائل زبانی و دید و ربیدگی ببی یا باور دینی و مذهبی ببی یا باور خانوادگی و به اصطلاح قشری ببیته بازم
این حق و حقوق به یک نوع حداقل توی 100 سال لپاشک بوده. بله باز بجن که بازین براتو گوهاری بازین دیوان اندو کو مرچگین و پیسرگین هگی مسائل درک نکته و یه تفاوتان تو کار باعث بوده که یک کم که دوری و دلنگرانی ببید یا به اصطلاح غلط فهمی ببید اشترا حقیقتا. یک مثال زندگی ما جنا مثلا حزب مردم واقعی که اینکه زحمت کشیدن و تلاش کو پیسر برنامه هست زومی واجه محمد دیما بور جلسه و جلوس و دیوانت و تبادل نظرات من باز واشتان حقیقت یک جلسه من یاده من کرونا گرفته قد ول بس که واشتان که بیان ادامه جلسه تو که بحر بزنم بازم بیاتم برای رنده مادی کمترین و بعد گشتر ببنشم ولی زمانی که کلاب اوتیه و خاصا می نظر ایش بود که برای گوهرانی که واقعی حزب سازمانان و به اصطلاح جبهیان و این ورانگل بهرند شانی نزدیک کنه که واره ما کوشش کنم مثلا همین برنامه تگرد شورای همکاری بلوچستان که اهداف هم مشترکت هم مسائل چه جمعیتی بی یا سرزمینی بی یا به اصطلاح حق حقوق تصمیم گیر و تصمیم گیری منطقه بلوچستان بی درست هم کوشش کنم درستان دعوت بکنن بیایم بله بجدین که غلط فهمی بود لحظه فکر کوشی یک حزبین و یک سازمانی یا رقیبین و یا یک دابین و به هر حال یک سری مواضع و تلفنان ارتباطان شخصی غرانگور که انگار یک چیز نوکی عد بله حقیقت این نه و نه حقیقت هم منی وقتی نظرشن که مثلا شورای همکاری بلوچستان که نامگرگو ناسجات ما پچ منی خیال میتوار برگرده به محوتو منتوار شورای همکاری بلوچستان منی وقتی حقیقت خواست همه بوده که همفکری و گفتگو گشتر ببی و آگاهی بخشی یک مستری نیتی همیشه و درستیم براتان ما همشی باشته بله آیی تو که مختلفی نیرویان که هستن بخصوص آنها که حزبی و سازمانی و یا گروهیت هم دنبال جذب نیرو به نفوت و به اقبال که توی تشکیلاتان که شام آیانی حق حقیقتا ولی ما کوشش کو که یه گفتگو و آگاهی بخشی فراتر چه آیی ببی که اهداف چی واسه شو حزب و سازمان واسطه و تی فعالیت کنن ما هم باز باشه دیمار را بگن و ادام شی تگردی ببی جهت گفتگو و آگاهی بخشی برای نیروانی که واقعی نکات مشترکش بازن و بله دورا و جدا فعالیت کنه که امیدواره به هر حال یک روچ یه حزب و سازمان و افراد و گروهان و جبهیان یک روچ نکات مشترک تو که یک جاگاه تگردی سرا منندن تو هوارتر ببند تو با خرد جمعی یک شرطرین راه برای آینده وتی راج و سرزمین در بگیجم من باز وشان و تبریک گوشم از مردم که هنو کلاب هاوس گشتری آیگه من انتظار است گشتر بیای پیسرا چی واسه چون حکش عزیزان کلاب هاوس ایران تو که آزاده و کوشش بکنه وتی گوهر براتان و عزیزمندانی که علاقمنده پیوند بکنه بیایم پیوست بکنه و کلاب هاوس که راحتر هم فکری بیتون هر هم زمانی ها و یک خواهشی که دارانش که منی خیال بازیم برادگوهاری هم نشتگن من چه راجیت پاکی ها هیچ که نگه قبل گنده یک دو نفر منی خیال جهان نشتگن آنها بلو تاینه چی واسطه آنها برزا نظری گپی تالی بکنه آدگه براتانی هم که علاقمندن چه داخل و خارج ها هم بیاین چه راج برات بیاین و یه تبادل نظران شفاف روشن و پکاک و شک ببین چی واسه چیز پناهی مشمه تو کان نه خواسته ها یک کن سرزمین تو که آبادانی لوتید و مردم وشحالی و تیاری لوتن وشی درستانی خواست حقیقتا به همیش که من دستبندی کنم که یه مدراتورانی که مروچی هستن مدراتورانی هم که توی شورای همکاری هم مدراتورانی که توی نوکین دورن اتاق واجه دادورن یه بازم یک کارگروه شهر بکنن سرجم ببن که حداقل ماه یک برای همراه و هم فکر یک تاپیک سرا که مسائل روچ بلوچستانه و پایدمند واقعا سرزمین و آبادانی ها حوار ببن هم کارشناس دعوت بکنن هم به طور منفردی اشخاصی که نظری دارن بهری دارن یا مسئله اراده هم بیایند و حوار ببن من باز وش بودم دیوانم امیدوارم گشتر ببید و کامیابی به پهکان لوتا اگه جستی ببید من شما خدمتان زنده باتید
جی منت و دکتر عظیم که تو پوهشوتی دل و آدم درشان بود. من مدرم دی بازخواست سوالی نیست، فقط دل آشان تو درشان کتا منت من و تو رو یه بری بکنم فقط جان همه جان گپا بفرم. خوب شورای همکاری و یه دیگه آدگرا خوب گپ هم شد اتفاق و جزیما یا دیگه شورای همکاری سنگتانی کٹ کنه یادش کته ظرف پیسر بوده دیگه، چون ما همه گپ کد که ما شو بلوچان دیگه تا من نکشته هلار نه خوب واج از این وقتی هم یک چه بونیان گزاران جیب متحد بلوچستان بوده. من خیال باز بهترت که شام واقعا اگر لورت تگتش به صلاح پدا یک جیبه یاد کنه یک بیچ شورای همکاری یه دیگه دیگه برات تما جیبه تو کا جیب متحد بلوچستان ایگا اگر واقعا هدفش جیبه ایگا دیگه و شی که مثلا بیاید تو دیگری پدر بکنه که آیک هستین پسی هم آیه شرم کنیم ماشما مشورا ای به اصطلاح سک مهمه که مردم به اصطلاح کاری کنتید مردم بگین یه کار صادقانه اید، یه کار به اصطلاح لوتی کاری شهری انجام بداتید و دی کاری بوده برای تمام هم پیشنهاد ما دیدیم داداتمشون درست نگه شما از فکری استقلال طلب اودی چون واجه از دکتر عظیم بران گشتر جایت گشتر آوت ما استقلال طرف دارد حداقل برانی که مردمش کتند جایی به اصطلاح زوم که مردمش در دعوت کو یا این وانگو مردمش کتند یا نوشتهانی که هستند یا کامنتانی که دادند جایی برای تا مثلا از روم بشایا اگه مذهبی هم بران تعادل میدا و فکر کنم بیان تایدا دیگه مثلا این چین مثلا ماشو پدا چه سر شروع کنید طاهره چه سر شروع کنه هر کسی 10 قدم رو پدا دیگه پدا شروع کنه همه 10 قدم رو تیم ولی هیچ کس سر منزل نرسی مادرو لوتیم بریم تا مثلا زاهدان چه شابه ها را بل درو حرکت کنین کاین تا ایران شهر پدا نرسین دم برین پدا دیگه شروع کن پس شاوار بیت زاهدان نرسیدین چه فایده ای نیست شما بره همه جایی که هستین بره تمام دور ببه و دیگه درستی چیزا هستند کاران هستند پرچی مردم پدا چسر دیگه پدا طاهره چسر به اصطلاح چی بکنه و بلوچ مسئله تا من نکشته هلار نه و یه کانسپت های به اصطلاح فلسفه ما شده من رو این بلوچ دیگه فلسفه هم هستند که مردم کار پر رهبند ببند همایی فعلا بزوریم مش گشتر در داوارتین رهبندی هم شاید اگه واقعا هم یک لور تگت که دیگه پدا جیبه یاد بکن برابطه نه تحمل مردم توجه جلب بوده خوبشان رابطه تو جیبه یه بود رو رواگن بود ما هم روی بلکه دیگه نه شما پدا بوده هستید آیان ویل کنه پدا دیگه نمیگه پدا ما جیبه وقتی مردم هم لاتی رو پدا هم بوده خب مردم حیران مانید آقا جان تو که وقتی جیبه یار کتشون بوش بود تی ورق بعد گونت ورنه تو پرچ گوین ور به یعنی یک حالت به اصطلاح هرج مرج انارشیسم جور بیت سیاست تو که متاسفانه شی همیشه په ماشا بلوچان تاثیر بد هشته و ما بر آودی هم گویی شما می بوده هنگام همشین من شورای همکاری بود خب جبه متحد چی بود اگر جبه متحد ورت اولا تا نظام تا کجا چطور کای هنو وضعیتش جبه مردم هم ورت بود جبه پایداری هم ور بود بود آ جبه هم هستن وقتی جاگا خب چین چو جبه تا جبه هستند که چی مثلا چی پیش داریتن یه پدا به سلام ناپختگی سیاسی پیش داریتن امیدوارم که کسایی که هر گروه نیکش هستن با پختگی سیاسی رو پیش دارن و جهانی برمان کارانی انجام بدن که به نفع جامعه بلوچستان بیتن سلامت به جی منت و ناصر روی ماشما بردی هم مهمان من خیال بانوک حمیده بفرم یا براته. درود و رهبات دیوان نندوکان من لوته یکم که چه برمش کمیته جنینان بلوچ فعالیتان کمی گپ بکنن برمش سازمان برمش 2021 جور بود تعداد باز نه ما جنینانی که سازمانی وش کرد همشیت که کم بود هم کم که چوش یعنی خبر همشیت که کم بودن جنینان بلوچ سک بازند بعد ما پایسین که کم بودن تواناییان جنینان بلوچ نامشه بگیرین رسانه‌ای بکنین مصاحبه بدین مقاله بنویسیم وطن سبکن اطلاعات وطن بالا ببرین کورس و کلاسان شرکت بکنین و دیگه ملیتان مثل کردان آذریان دیگران همکاری بکنین از تجربیات آن استفاده بکنین بعد اتفاقا طرف حزب بلوچستان ما حمایت کرده ما هر دفعه که ما تظاهرات بودیم سخنرانی کرده یا مقاله نوشته بالاخره تی رسانک و تی رسانه هایشان بازپخش بودن تو سک بازوشن تیشیم
بعد یک چی هم که کاران ها موقعی که جنبش زن زندگی آزادی بوده ما بازن تظاهرات این بوده و دیگه ملیتان پایسن که توار جنینان بلوچ ببین توار مردم بلوچ ببین شاعران آین دستوت بگیرین سخنرانی بکنین توار جنینان بلوچ ببین ویشانه که تنی وقتم وش پیش رفته وش دیما رفته و این کاران ما هنگت ادامهش هست. بعد یک سوالی که منه هست جزی که ایشی هستن که این مثلا نقش معمولا اگه بلوتین که یک جامعه موفق بود بهترین کار ایشیو که مردم به هر چه پک تشکیلات بود مثل تشکیلات کارگری تشکیلات معلمی تشکیلات مختلفشان وقتی بلوچستان چونکا مثلا جنینان توانید این تشکیلاتان انجام بدین چونکا توانید وقتی سازماندهی بکنید بهتر و بهتر چونکا توانید این کمکان برش برسین که بتوانید این کاران انجام بدین تو وقتش کم کم درسته که توانایی باز هست جنینان آنگو بلو تشکیلات ایشان بلکه یکم که کمکش لازم بود که بتوانید تشکیلاتان انجام بدین چونکا توانید کمکان بایم برسینیم. بعد ایشی که چهره جنینان سبکن چهره جنین بلوچ سکتم ته رسانهان گندگه بود چونکا مثلا ته همه مثلا همه تظاهراتانی که بودن ته همه جمعیان زاهدان پیسر جنینان گونتین دیمارتین پلاکاردش گونت شعارش داد الان هم گونیم بل باز کمتر یعنی کمتر گنده تی تظاهرات مثلا بازین برات هستین تو بازین واجه کار هستین بله جنینان کم رنگتر بودن چهرهش تی تظاهراتان یکی یعنی دوین جانی هستن که فکرانی که چما هستین اگر شما بتوانید منو یکم کمک بکنید که بلکه یکم که فرمون یکم روشن‌تر بود منت واسه باز واشونی با واجه ناصری و واجه رحیم شما دوینا یکی والله متاسفانه چوک جایت گوهر حمیدت این مشکل فقط در ارتباط با تشکلات سیاسی بلوچستان نیست که تعدد تشکلات در واقع به جایشی که یک نتیجه مثبتی بدن گشتر کمک به یک نوع به قول معروف پراکندگی و تقسیم نیروشان میده. حالا هرچند که الان هم شبکه‌های اجتماعی وجودی هستند ارتباطات خیلی وسیع‌تر و سریعتر بوده بله تا جایی که من متوجه البته شاید من اشتباه بکنم من فکر کنم همین الان هم حدود 4 تا تشکل جنینی یا بیشتر 5 6 تا تشکل جنینی هستن توشان. خب شی به نظر من شما یک رهبندی یک طریقه راهی یک نقشه راهی باید در بگیری با توجه بشی که شما جنینانی مسئله یک مسئله هرچند که یک خط به قول معروف مرز خط قرمز کشتگ نمیده یک مسئله سیاسی نه ولی عمدتا یک مسئله یک موضوع اجتماعی هست. نوشین که شما خیلی راحتر تونید در واقع نزدیکتر بگو هم دیگه متشکلتر و سازمان یافته تر بی تا این نتیجه فعالیت ها مثمر ثمرتر ببینید با توجه به اینکه که الان شعار زن زندگی آزادی که واقعا یک تحولی در جامعه بلوچستانی به وجود آورده در کل ایران یا یک شکلی در واقع در کل منطقه و به طور نسبی هم یک انعکاسی هم در بعد بین المللی هم بوده و یک جنبه بسیار بسیار مثبت شعار به موقع و درست است که توانتی بالاخره آزاد بکن بسیاری از نیروهای که تنه ودی در بند بود تا تویشان ولی خب آغاز کار به قول معروف و با توجه به آغاز کار و بی تجربگی ها از یک سوی دیگه هست چون که ما سیاسیون هم سال 57 وقتی که مبارزه و تن شروع کردشان بی تجربگی های سیاسی کلی صدمه جد به جنبش به مبارزه کرد. حالا نحوه سرکوبی هم که جمهوری اسلامی هست یک بخش دیگر است ولی همین بی تجربگی های سیاسی باعث بودند که ما به یک شکل دیگه مسائل چاره گرفتیم و ایشی باعث بوده که
طرفین یا هر کسانی که به هر حال به شکل‌های مختلف یک بخشی از این مبارزه هستن منتها با هم نه هستن، حالا یا در کنار هم دیگر هستن یا در مقابل هم دیگر هستن، خب شی یک نوع صدمه بود. این همین مثلا هم در ارتباط با متاسفانه الان ما که البته دور از انتظار نه، اما امیدشیند که الان نسل جوان این دوران که محصول این ارتباطات خیلی گسترده و سریع شبکه‌های اجتماعی ایمان هست که خیلی سریعتر به جنبندیانی که ما پس از مدت‌ها رسته، ما سیاسیون بلوچ منظورم که از همه دوران انقلاب 57 بگیرم به بعد رسیدگی، شما خیلی سریعتر مطمئنا رسیدش، یعنی اینجا امیدواری سک بازت، ولی همین موضوع سک مهمه که تعداد اندک فعالی که هستن جامعه جنینان بلوچ خیلی خوبه که ایشان کمک بکنن و هم دیگه و به طور سازمان یافته یک نهاد و تشکل قوی و قدرتمندی پیدا بکنن. چون اگر چوب توانند بکنند، مطمئنا با توجه به اینکه که الان به جنینان از نظر کمک های به قول معروف اجتماعی نهادهای جوامع بشری در گوشه مختلف جهان خیلی راحتتر و سریعتر توانند بهره‌مند بشوند در جهت رفع ستم جنسیتی که به شکل اجتماعی در جامعه هستیم و به همین شکل هم عقب ماندگی هایی که در ارتباط با جنین بوده تنی وحدی هم از خود سازمان ملل متحد بگیره و آن نهادهایی که در درونی هستند و چه آن نهادهای بین المللی دیگری هستند که شکل‌های مختلفیش هست انتشام، چه در کشورهای اروپایی و حالا من در ارتباط با آسیا حقیقتا باز نزانم ولی به طور مشخص در کشور اروپایی سک باز هستند و مطمئنا اگر چنانچه ادا یک به قول معروف همفکری قدرتمندی ببیتین توانت راه 100 ساله را همچون که الان متوجه بودیم در ظرف همه 5-6 ماه چه تحول اجتماعی واقعا قوی در بلوچستان رخ داد که تمام برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران که گشتر برای ایجاد یک چهره بسیار خطرناک، خشن و عقب مانده اجتماعی مردم بلوچستان پیش ببری، خوشبختانه به همه شواهد سناریو سازیان و برنامه‌ای که در مدت 40 سال رهتگتندی که ایشی برگردیدن به واقعا تیزهوشی نسل جوانی که الان هستن و تحصیل کردگان بخش قشر تحصیل کرده جنین و مردینی که بلوچستانی تا که با تمام فشارهای اجتماعی که بوده از نظر ساختار جمهوری اسلامی هستند و در ارتباط با سرکوب مردم بلوچستان از اقشار مختلفی دارن به کار بندن چه، ولی با وجود دستش درد نکن که توانتش واقعا یک چهره بسیار مثبت و سازنده به جهان عرضه بدهیم. ادانید که متاسفانه خب بعضی وقتا چوشکاند که مثلا یک تشکیلات سیاسی یا نظر چند تا یا یک تشکیلات فرض کن جنینی یا جایی که هستن تو شام، خب یک تعدادی به جایشی که فکر بکنند خب ما باید برویم تا همایی به همه شکلی که ما دلین لورتی تبدیل بکنیم. اگر یک کسی با یک همچین هدفی برو تا تشکیل تا یک تشکیلات سیاسی، یک تشکیلات و نهاد اجتماعی، مسلما او دان خیلی گشتر توان تأثیر گذار و در جهت به قول معروف سازنده تر بوده و تشکیلات حرکت بکنند توشان. ولی متاسفانه شما هم متاسفانه قشر جنین بلوچستان که نصف جمعیت بلوچستان هم که خب گناه هم نیدیم بیاری کنگ هم نبید، شما هم قربانی همین نوع بینش و همین فرهنگی هستی که تنی وحدی بخش نصف دیگر جمعیت بلوچستان که مردینان با درگیرندی در واقع قربانی همان نوع سیاستانی که در کل به قول معروف آیانی که خیر این مردم نلوتند یا مردمان دیگری که برای در بوده هستند چون که قوه قدرت در دستش میشه پیشش برده و برایندشم. اما جای امید سک باز هست و شما مخصوصا جنینان که این معضلی که ما بسیار تشکلات سیاسی دوچاری هستین شما خیلی سریعتر، من مطمئن خیلی سریعتر توانی گذر بکنی و ایشی جای بسیار بسیار امید داریم. من تا همیت توانم در این رابطه اظهار نظری بکنم، ولی خب بگن برای دیگه کسانی که دیوان هستند یا بورس یا حتی من یک جهلم بیان در این رابطه مبارک کنم. موضوع خیلی خوبی شما مطرح کو اتفاقا، چون برای
اگر جنینان بلوچ قوی بودن مطمئن بی که جامعه بلوچستان قوی بی. وقتی جامعه بلوچستان قوی بی مطمئنا دارای نهادهای قدرتمندی بیتن که در جهت اهداف مشترکی که انسانان هستن که الان به نام برال بلوچ در یک جغرافیای به نام بلوچستان در یک کشوری به نام ایران الان دارن زندگی کنن، خب سریعتر توانند با اهداف و برنامه ریزی بکنن، سازماندهی بکنن، بران تو برسن. ولی فعلا ماشین شرایط همچین که هستن. شما که گپ هم بند کنن و امید که برای کسان دیگه هم در رابطه اظهار نظر بکنن. سلامت باد. جی منتور واجه رحیم تو پواشی جواب داتا और मैं हाँ चुबानो कर मीदा तशक्र करूँ कि हत बाहर जोरता वापस हम जारी हम पेरनो के हिज़्ब मर्दम वजीफा हमशी के हमेशा کمک بکنید یه گروهانی هستن صداش ببیتیم و گروهان همکاری ببیتش و دیمه هفته همار برنامه هسته چه بانکان برامش هم دعوت کتا حزب مردم که دیمه جمعه برنامه ریزی بی اپدام گوده برا نندی راهکارانی که بان اوتی فعالیتانی که برامش انجام دادگت یا دوستانی که داخل اوتی راهنمایی کنن که دیمه هفته سنگه تو هم گیشتر بهر بزوره و راهنمایی بکنن جی من نتور گل شما باش کدت کدای تو مایک باش کو گپ نه چیزی تو من لرزه همشه یادآوری بکنم که دیمی هفته می دیوان در رابطه با برمشن بلوچستان جنینان توار که بانو کمیده بانو کانی بانو زیور و بانو مرنوش که 4 نفر قرارن بیان تو کمی گفتران بکنن در رابطه پایلتان برمش و همجور در رابطه مسائل جنینان که دیمی هفته در واقع بحث ما در رابطه با همین موضوع این که گشتر بودم گفتران کنه در رابطه مسائل جنینان و پایلتان برمش و جنند سازمانی و چون کمانتان گشتر به یه مسئله توجه بکنید. سلامت باشید. جی من نتور باش کدت کدای گروه شما رن دیمه مرد خواجه رسول مایک شما یکی گپ خیالات سو جستی سلام دیوان منتور براتو بزرگ عزیزان نتوار یه جستی من نوشت بودش به نصیحت اشتباه لفظی هم نوشت پیلیل بهتون دیوان شما ساعت چون تا بر جای ما نه ده بگن دیوان تا ده 11 بوده ولی یکم که دوست مهمان هم داد شما گپ در شان کنم رند جا بندی کنه جی شما فرمایید مشار باشه من نتوار یه جستی بناشی هستن که خواجه رحیم بندی یک دو بوشی که یه موتی برداشت با که من دیگر گوست من دا گجدارگاه یه راجیز جنبش رهایی بخشی باز باشد که واجه رحیم ما یه مسئله باشد جنبش های رهایی بخش هنوگی این دورا شانی مانا مفهوم چیه این جنبش های رهایی بخش آیا یه سر بلوچستان یا بنگلادش وقت مثلا رهایی بخش بود شد و یه سر طرف مثلا 1979 من یاد نیست نو باز باشد که اخشار یا طبقات یا تک و بحری که جنبش رهایی بخش شده بلوچستان گشتر سهمش هستی و حزب و تنظیم گشتر و تی چما همه نگاه بکنن که قشر یا تک یا طبقه یا هر چیزی که شما نامه لی همه سازماندهی بکنن که این جنبش رهایی بخش را به یک منزلی سر بکنن من جزشیم واجه رحیم بندوی یا واجه ناصر که شما بلوچستان یک سرزمین آزمانی و نه مردم هم آزمانی نه مردم همین زمین تو کا زندگی کنن یه بلوچستان تو کا مردم مختلف هم و دارای منافع و خاص برای مهم نگشته مردمانی منفعت و پایده پهکان یکسان یکداب نه یکداب شما درستی مردم حزب سیاسی و غیر سیاسی میشه بشی که بیای او رو بیم بیای اتفاق بیم بیای همراه بیم بله ما شما به گفته بلوچی فکر کنم گشته به چیزای زمینی اعتقاد هستن که زمین سر چی بید مردم چی لورتن تو بکنه که مردم زندگی ها که زمین سرزمین تو که زندگی کنشون زندگی بدل بیت گو دعا و گو چیزا بری بیت مردم دعا بکنه بلکه هور گویت گو هور یه چیزا مثلا دعا کنه هور گویت دعای بارانی هسته ولی مردمان زندگی معمولی من اعتقاد چیه که دعا کنه که بدل نبیت بلکه ما واقعیت مردمان اخشار را بگیردی بر اساس منافعشان ایشان سازماندهی بکنن نو این جنبش رای بخش من جزشی که شما این جنبش رای بخش اصلی تک اصلی بر
اصلی قسمت که جنبش په منځ سر بکن که یک و پدا دیگه جزتی بنا هست که ناصر گپان سر گشتر حزب مردم گشتر ناصر اشاره کو ما هر دابی مردمی وستگین جلسه دیوان هم همین گپ پیش تگه و بازی مردمی نامی که سواد پاشایی نظام فواد پاشایی یا ولیعهد نامی که ما گفتران که یعنی چی مردمانی که نماینده سرمایه‌داری بزرگن و این سواد پاشایی نظام فواد پاشایی نظام که ایشان نماینده سطح طلبان تو شاه و همه مردمان تک ایشان از در سیاسی کلاسیک نماینده سرمایه‌داری بزرگن ایشان هیچ نزدیکی دوستی گوما بلوچ مردم نیستی نه په زبانی گوما دوستی کنن نه شی آینده اگر ما مسئله مشکلی بیشه او تو گربه یک چهار پادگی هستش چهار دست و پا بود کپتا گوشی گربه ناکن همه چولند خرابه بنده نوشان نزدیکی یا گوشان همراهی مار چه پایدی رسیدی حزبی مردم قومی مردم اگر بود کهتے ما گیشتر دسته بودی می تنظیمی که بلوچی هستن راز جنبش یا جبهه یمی که هستن ما شون باره ضعیف کار کنیم شما فلسفه شیه که شما گوشه هم گونه به خبر کنین تران کنین نندگا ما نقصانی نرسیدی بله سیاسی شما رو نقصانی رسیدته همین گپی واجب براتی کم دا عبداللطیف نظام که اشاره کو من پشتا خبر کنن یدی مقدمه کنن اتفاقا تو که با سخنرانی کوتاه مواد جزئی کوتاه ما یه وی راستی مردمان که نماینده سرمایه‌داری بزرگه مثل شاه و شاهنشاه و پاشایی و دیگه بازی منش نظام شما شهر سر رئیسانیتش نگوشا نمیدی ما چه پایده یک پدا یک باری با شما امتحان کو یک باری یک آشوبی بود انقلابی بود شاه گلین شاه شد ما درو هور بودته تمامی احزاب سیاسی غیر سیاسی پاک باش همه با هم بریم به شاه گلین رنده بات گوشت موچ بی بریانی دهند دو چیز به ملک آباد بی سرزمین آباد بی پدا ما همی کلاه هم از این سرا بکنیم واجه بندی واجه ناصر یا از مردمو پدا شما لوٹی کش پاک بور ببین پاک ننده پاک همراه بین رنده گوڑ فیصله کنیم همه فیصله بیته که خمینی ها کد انگو ما گو هر مردمی که بارا هیچ فایده گویی نیستی هیچ نفی از در طبقاتی از در استثمار بارکشی که شما اشاره کو ایشان همشان که مردم ها استثمار کردن ایشا و شاهنشاه تنظیم و فکر و خیال نوشون ننده بار چه پایده رسید این شعار همه با هم که شما ایده ایشی بار چه پایده رسید خمینی زمانه که مردم بس نه توبه بکنی چطوره پس وقت کردم بازار نکنم همین جستو که شما شعار همه با هم دهی ایشی مار چه پایده رسید چند ما وقت دورا گوتی پرچما گوتی جندیا حرکت مکنی ما شما را ای توپان زندی مثلا این سواد پاشایی ماشایی ما شما ربط بکنن برای هنچو دوردن کهرام دریا هنچو خمینی ما شما دور داد این بانو کمیته جز شر تشکل‌های صنفی شرین چیزه این باید با یک بنده برای شما وقت باید فکر بکنی وقت ایجاد بکنی مردی بیان که شما شما تشکل بکنن تشکل شما در داده ورته من چوک بانو کمیته و شما سک شهر کاک تا استکهلم تو که بندیده باز شهر اولی که دومی سه چهار حرکت آخری حرکت درست شرطه با صف مستقل دورا همیشه به معتقد بشیو که میشه بلوچ گوتی جنگی برات انتیاما شما حرکت کردی بلوچ اینجوری اگر 10 نفرم بی ما بلوچی این چیز لوٹی اگر کسی یه ته پر تریبون میگی ما گوشین که به خبر بکن که خبر بکن وتا وتا نزور مگی شما جنین و سکی شهری که تا استکهلم بود تا سارتی زمستان و برپا من باز خوشحال بودم شما دیدتا و به حرکت ها یه ممکن یه گروه گروه باز بر نکردم آتی مردم هستم این جست جواب بده و من توی محلی تا جواب بده ولی دستبندی بیتنه که من جستان جواب بدی مثلا چه ناصر که این دیوان تو گشتر تو کشکر رو ناصر جان ناراض نو تو دیگه جستی کردن تو گشتر عبدالرحمن نامگه آیی نامگه کسمان به موضوع جستا ما که کم که مربوط نبنده بحث شهرین چیزه اطلاعات مفیده زبردسته بله اگه موضوع سر خبر بیتی باز شهر چون به نتوار من پایل بکنی اگر رادی گپ چیزی بوده پایل بکنی منتها رو جدا سلطه گپانچه البته وقتم تقریبا نه آخران یعنی گوسته چه وقتا من زن واجه ناصر واجریم شو لوټه نه جواب بده یعنی بلیم واجه رضا واجه شیرم ته جسته بکنه رنده درست اور جواب ده چطور کنه شما بهتره تصمیم به شما مدراتوران بگیرید. باز جستی کتگه جناب یک بار بهتره رانتر آفده آدگرانی با شموشک با
او او برو من شما واجه حالا یه رسول نیم برو ساعت جواب گشتی بده. دارن اگر این جواب یه بده اگر روز سال نیم ساعت نمیده دیگه رو دینت مشکل نه آرش از این جان مسئله خیلی نیما شو خوب برای شد. باند تعطیل مردم ادعا ما تعطیلی دیگه جواب نه نداره او شهر باز خبره بگو ته مستی و نشته. نشاره رسول جان درود و درعوات مسک خوشحالم که با اینکه منیته سن و سال به قول معروف دهه 1357 تا الان 44 سال گذشته ولی ماشاءالله هنگت هواییه، یعنی یک طورین که انگار جسم گروه برابری نکنه که محمد البته به قول معروف درگیر همین مسئله ها که گنده مثلا دست و پا و کند و به قول انگلیسان جوینتان جواب نده ولی ذهنی سر هنگ مردم فکر کن که ما مردم توشن. خیلی خوشحال بودم که دیدم تبار اشکت و طی دوردانگی دبتوار من یاد دور داد همه دورانی که ما شما درستم با وستاری تا با به اتفاق هم دیگه داشت کار کرد و وحشی دورانیت حقیقتا وحشی دورانیت بسیار خوبی که برای کل خاطراتت زنده کن. من یک چیزی که لوتان بگوشم اشین رسول جا وقتی که در ارتباط با مسئله رهای بخش خبر کنگی بی توی شام من فکر نکردم که ترا هم یه باور نیستند که الان کل مردمان ایران در واقع گروگان گرگ بودتگن توسط حاکمیت یک سکت مذهبی ارتجاعی سیاه مال دورانی که برگردی به دوران سیاه تاریخ بشریت برگردید به حدود 700 800 سال قبل که چگونه زندگی شکو به همچین دورانی تماشا دور در یک بوتگه ماشوی نادانی از یک طرف دشمنان متاسفانه سوء استفاده از این مسائل هم از طرف دیگر ادانند که این نوع حاکمیتی که الان هستند و پهکنی به شکل گروگان گرفته از یک طرف ولی از سوی دیگه من این بلوچ و من این کرد و من این نزان و عرب و ترکمنشان که اصلا بدتره، یعنی بدترین حالتی تا هستیم با توجه به ایشی که پهکنی گروگان گرفته برخورد این نوع حکومت ها گماشمه و وحشتناکتره. آب برخوردی که از نظر سیاسی گویا کسی که از مرکز ایرانه فرق نکن چپی بی یا راستی بی بیتن نو برخوردی آنچه که بلوچی بکن تو عرب و کرد و برای دور اطرافیان بکن متاسفانه یک واقعیتی من تو بلوچ قبول بکنه یا مکنه واقعا متفاوتند و وحشتناکتر و خشنتره. وانگهی در ارتباط با مردم بلوچستان یعنی ما نیروی که شما مطرح کنید که چه کسانی هستند در این رابطه می باور همشید که در ارتباط با یک مبارزه رهایی بخشی که بحکام به شکل متأثرند از این مسئله ها خب طبیعی است که هرچی به قول معروف متحدتر و همبسته تر ببه زودتر و بهتر توانند بودی هدفی که هستش بودی هدف برسه. آیا به نظر شما واقعا یک کارگر بلوچ حالا اگر نامی بیلین کارگر به شکل کارگر به قول معروف کلاسیکی که مد نظر اینکه هرگز وجود نداری بلوچستانی تا با توجه بشی که اصلا بودن هنگت به قول معروف یک سیستم عشیری قبیله‌ای جمهوری حکومت های مرکزی ایران بودن در تلاش بودن هنگت هم داره ادامه دهند که ادامه ودی بکنند یک همچین حالتی به جایشی که مثلا فرض که بودن از زیرساخت های اقتصادی واقعا پیم کنک بودین که الان مروی چی بودن یک طبقه کارگری بودین طبقه زحمتکشی بودین یا در ارتباط با سیستم کشاورزی هم اگر چنانچه بودین یک سیستم مکانیزه کشاورزی بودین که بودن یعنی سیستم ارباب رعیتی یک حالتی بودین که یک عده به عنوان زمیندار بودین و یک عده به عنوان به اصطلاح کارگران کشاورزی در کشاورزی به شکل کشاورزی بودی زندگی گذروندن. می برداشت می باور در حزب مردم بلوچستان ایشیند که صدماتی که به کل مردم این سیستم مذهبی حاکم در ایران جنگ هیچ فرق نکن حتی همه اقشار مذهبی مردم بلوچ ببن اقشار طبقه کارگر ببن اقشار برال متوسط بنک به اصطلاح دکانو کش هستند ندارن چیز دیگرش هستند توشن یا حتی همه سرمایداران بلوچ هم که ببند او با نگاه شهروند درجه دوم مرکزگراها و کسانی که حکومت در دستش چارندش ایشی معنی ایشی که برحال این نوع استعماری که بوده حکومتگران این گونه‌ای دارند انجام دهند روی تمام مردمانی که در حوزه جغرافیایی که نام بلوچستان و مردمانی که بوده زندگی کنن غالبش نه پاکانش برحال مردم سک باز دیگر رفته بوده و باتشون بلوچه ادانند که ما وقتی که مسئله
عمومی مطرح کنی و از دید شما به قول معروف به یک شکل عنوان پوپولیستی دیگه بید که همه با هم باید ببینیم و مثال دوران خمینی هم داره مطرح کنی ایشان ادانند که از نظر ما تا زمانی که یک سیستمی به شکل دموکراتیک حاکم میبید ایرانی تا در وهله اول ایشی بارها هم بحث بوده در رابطه. من یاد حدود 14 سال پیش سنگتان راز رومبش یک دیوانی نوشته که در همین رابطه که به اصطلاح در این باره خبر کنک بی و همود هم ما حزب مردمیانی تاکید همین مسئله تا زمانی که در کل ایران یک فضای سیاسی حاکم میبیته دموکراتیک بیبیته ایشی که من بلوچ و من کرد این انتظار بیبیته که ما لوٹیم به اصطلاح حق و حقوق ملی و تا وقتی توانید بگیرینی خواب و خیال گیشین نه الان دوران گسته که اگر چنانچه بزرگان مثل فیدل کاسترو چگوارا توانتش و یک جنگ چریکی یک کشوری را آزاد بکنه مروچ آی نه مروچ قدرت در دست توده های مردمه توده های مردم رسول جان الان همیشیند که به این شکلانه که گندگیم به شکلهای مختلف قربانی هست چه تبعیضات مذهبی در نظر بگیره تبعیضات به اصطلاح بزنسی و تجاری در نظر بگیره تبعیضات تحصیلاتی در نظر بگیره تبعیضات به هر حال بهداشتی در نظر بگیره از هر نگاهی که بلوچ بچاره مردم بلوچ در بلوچستان از هر قشر و قماشی جدی داره گوشم فکر مکه ما این باور نیستند که به اصطلاح مردمان یک جامعه بر اساس شیوه زندگی و جایگاهش در شیوه زندگی ساختار اجتماعی کجای تبدیل به اقشار و به قول معروف طبقات نه خیر هستن متاسفانه الان همچین کس بلوچستان تا هستن که پولان و تی گونیان تا کنه حساب کنگانش هم نزانه چطور حساب کنه به شکل گونی گونی ممکنش دورش بده ولی شی بستگی داری که با کجا یک شعب سیستم های به قول معروف راندخاری سیستم جایگاه داریدشان اما متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق مردم بودن در ارتباط با اوتی زنده گوازینگا یک شکل‌های مختلفی قربانیند که یا ایده مجبور محکوم بکنن به ایشی که نزانم بروند به اصطلاح سلاح سپاه دستا بردا بکنن برند مشغول مردم کشی ببن یا اینکه به شکل‌های مختلف قربانی ایشی بند که به خاطر نادانیش و به خاطر هم برنامه ریزیان خیلی پیچیده‌ای که سیستم جمهوری اسلامی کنچن واتش به جان همدیگه بکپن و همدیگه را از بین ببرن مروچ جامعه بلوچستان تا ماشنا تمام گندگی این که فارغ و تحصیلان دانشگاهی که حتی دکترا واتش گفته ولی مجبور بم برام واتر بترک کنه تمام ماشینانی که باید بزورن یا مقدار سوخت تونش بکنن تو ببرندش آدم و به اصلاح مرز و باکنه گوشن تا یک هنچی شرایطی می باور ایشیند که تمام مردم بلوچستان از این سیستم وحشتناک و هار فرقگرای مذهبی تمامیت خواه استبدادی چون تمامیت خواهی چون شکل مختلفی بیتی فرق نکنه الان مذهبی هست دفعه گذشته مثل در دوران شام همین حالت تمامیت خواهانه هستد خب مثلا کمتر مذهبیت هرچند به شکلی هم بالاخره هستش ولی کمتر مذهبیت و به قول معروف حتی دیستنگ مثلا تهران تا به چه شکلی از نظر پوشاک زنینا به قول معروف بود محدودیت قائل نهتند ولی در این حال این مصیبتان قربانی کنگ مردمان دیگری که به اصطلاح غیر خودی و خارج از مرکز به نام بلوچ و نزان فلان فلانش باشند تو ایشان بودتگد من فکر کنم ماشما تمام بود هوا دوران تا در واقع حس کنگتین فراموش مکن رسول جان مشتری دارن تر با جدیت گوشم چون من تو مدت ها بودتگیم همه کوهانی تا با همدیگه بودتگیم شا اگر چنانچه او بودم منا و ترش به عنوان به اصطلاح بام استاری تحویل زانتش هم کشان کسانی هست که به حال آدمای مذهبی نهان تویشان صرفا و صرفا پی خاطرت که ممنون تی زنگ بندیس رو افشم صرفا و صرفا پی خاطرت که او دا من و تو سخن از برابری حقوق کو من و تو او دا سخن از اشی کرد که شمی حق به هر حال گارنت و به دنبال حقوق هستیم و الا بیچاره از نظر تفکر فلسفی مثل منطقش که فکر نکرد ایشان ادانند که ضرورت اند که اتفاقا اگر چنانچه همه درد عمومی که الان در جامعه هستند تاین چپ من به قول معروف لیبرال من سوسیال دموکرات هر چیک نامی بلوتن بگیره نشان اگر درک مکنی آن مسئله یا و بلوت مسائلان در این شرایط یک همچنین حکومت های هاری حاکم هستند شان تقسیم بندیش بکنیم به اصطلاح مبارزات طبقاتی و اقشاری اجتماعی شان
در واقع به حیات این گونه حکومت ها باش ما داره کمک کنگین که طولانی تر ببیته. من تبرار رو تمام کنیم چون به هر حال وجه عبدالرؤوف به من زنگوله دیم داد که وقت نیم واضح ببه، ولی در کل از نظر تو باز خبر کو، ولی بحر تاکانی که شما مطرح کردن می باوریشید که هر قشر اجتماعی که بلوچستان تا هستن از این نوع حکومت های تمامیت خواه مرکزگرای استبدادی حاکم بر تهران زندگیش متاثره. فرق نکنه مربوط به کجا قشر. خب طبیعیه این تأثیر منفی که سر زندگیش هسته طبعا متفاوته. یک کسی که به هر حال به یک شکلی به یک درجه از سیستم های رانتی جمهوری اسلامی بهره مند برخورداره زندگی متفاوته، و تا کسی که مجبور بروتید کار دستیه کار یدیه و تا باید برو بها بکنم تی زنده بگوازین چنشان کاملا طبیعیه. ولی تا زمانی که این نوع حکومت ها هستن رسول جان این مصیبت ها متاسفانه گارکنگ نبند و ضرورت است که ما شما کلا باید در یک جهتی حرکت بکنیم که یک فضای ساختاری در این سرزمین به وجود بیاییم بودن که این اقشار مختلف اجتماعی که هستند بودن وقت در فضا بتوانند با تشکیل سندیکاها و نهادهای خاص وقتش بتوانند از وقت دفاع کنند. من ترشتر کل اگه من زنده بودم تا آوهدی اولین سندیکای کارگری که پنبی من گفتم هم کوپا که بودم شده بیایال مکم. ولی الان در این شرایطی که هستند تمام باید به شکل هر یک که در هر جایگاهی که یک بخشی از این بار سنگین مبارزه با استبداد دینی ها باید کمک بکنن تا پروژه بید و از بین روک بید. من گیشتر رو نکنم چون من فکر نکنم دیگه گیشتر جا ببیتن و حتما دیگه عبدالرؤوف من نهردن در رابطه. من میکروفون بندان و دیگه نزانم کسی دیگه کی لوتی چی باشید. سلامت باد. سلامت. تشکر اینجا ما گفتم که یک تو جوسی چما مستقیم که هم جواب بدیم اگر بیتید. خب یک انتقادی کاملا قبولی مردم رو برند راجکش مکنتین، بل خب بری لازمه مردم بخاطر که مسئله پهنات و چی هم مشخص کنه بنتین ماشو گپ بزنه چون مسئله همشیه دیگه. بل خب یکی فواد پادشاهی تو فواد پادشاهی رهبر حزب مشروط خانه و قرار همشه که مشفاوتی جواب همایان بده بلوچستان حقا لوتن بگیره و تو حقوق مطرح کنه. حالا ما مثلا دید فدرالیسم مطرح کتا که مخالف بوده که ما هم همین مثلا مطرح کتا گویی که مثلا شاک جوابانی که یک بنته شهر انت مردم به هر حال وادی کراوتن جایی که خب اگه قراره که مشهد مردم یا اصفهان مردم من حقوق مخالف بنته برو من نتونم گوشه هموطن ببون. خب باید شما جوابی بدین، باید گوشید که مثلا مردم شما حقوق قبول نکنند. اگر مردمان قبول نکنه ایران خب آودی ما رو گره دیگه چه راهی نیست که با این مردم بتونه یک همزیستی مسالمت آمیزی ببیته. خب رنده واقعیت همشین که وقتی معذرت خواهی کتی که نه من منظورش اینه بوده نه مردم شما حق مخالف نه فقط الله پرینسیپی ما حزب بگین و یه چیزا سک مهمه که مردم بروت بوده خبرش بکنند و بلوت بده بلوت شعر شاعری رو که چاکرا و حرامی گوشتی که تا نشته گو پاده گوتی بیلان یرمه همین رند دوباره گیم برام واجباً باید ماشو برین و دیگران گپ بزنین و باید برین دیگران وقتی بلوچ خبر بکنین های چه آمریکایی بیشتر فارس بیشتر چه سلطنت طلبی بیشتر چه طرف پول دارتری ایرانی بیتین یا کارگر ایرانی بیتین. ما با حزب کمونیست هم رشته گپ جتا بودم همی خبر کتا حزب کمونیستی هم پایت مارش واشته که تو چون تو وقتی استقلال لوته یا مثلا وقتی حقوق لوته تو یک نگه شما آدمان جا طلبیه. خب ما چی جواب بدیم؟ گفته دیگه نوشته من دیما سخنگو حزب مردم بلوچستان بلوچه حتما بلوچستان حزب مردم بلوچستان تا ایران رئیس جمهوری هم تعیین بکنن و حتی رئیس جمهور هم ببیته. پس حزب تاکتاش طور که چینه لوته طور که جای مدیم وادی کنم متهم که قدرت طلبی بلوتی به نام کارگر لوتی قدرت طلبی بکنه باید جوابی بده. و ما خب اونون بلوچ معمولا جواب هم جواب هم مردم جای دادند و خب اونون یک سیاسی مرد خب جای دیپلماته و جای جوابی هم کردند و شی خصلت سیاسی هم هیچ اشکالی هم نیستی. مثلا همشی که ما شما باید بریم خبر بکنه آینده ما و اگر قراره ما خبر مکنه اگر ما شما روشن بیای خبر بکنه خب ما به چطور که ما بگوشه نه من فقط نیندم دا وقتی سنگتو بیلان نیندم خبر کنم کافیه به من نه اگر ما لطفا بلوچ حقا بگیرم خب حق گرگم شکی تو بر جنگ مسلح نکنه یا خبر کنه ما تصمیم گرفته خبر بکنه و یه طریقه برنده ما و همایان هم خب برای غیر متمرکزش قبول کرده و خود غیر متمرکز هم آماده کن پیسر ترک باش خب تاثیر بتی هستند. اشی که دراینا هور ببندند شرایطانی هستند که مردم کوشش کند که یک بستگی مانع هستند. این مانع کن چون که ریم و گشتی مزنی مانع اشی دور کنه ترا گشتری نیرو پکارند
بعدين تو یه خاصی که من خیلی چیزی که ما تو بلوچستانش کنه این همشین که مردمان واقعا همشین که گشته نیرو ور بیک تا یه رژیم سرنگون بیتن آوادی تا انقلاب خوب تنکاش نیت که خمینی ها برد بلکه آدی گروه هم ضعیفتن وقت چپان چین چو دست هم یک ما مثلا گوشین که مردم به صلاح یک جا یک نیروی بود وقت چپان چین چو نیرو وطن سازمان چیکا فتن خلق تو ده سازمان چیکا رانده بود وقتی دو رانده بود نزانو ده دیگه نزانو پیکار رزمندگان دیگه نزانو یک دیگه رتی دیگه حداقل فکر کنم 10-12 دانه سازمان چپ هست که تقریبا با هم دیگه شبیه‌اند فقط یک سری رو مسئله رهبریتن تا یه دیگران که نتونتش کاری بکنن و در ضمن نتونتش توجه دیگران اساسا کلا ورتو شبیه بحث بکنن هم دا که پرچی چپ تا آبادی من تیوتی یک بحث این کتابا نویسه البته نه تا ایران این تو که تب دانشگاه اروپایی بازی کاری نه تا طرفت ایران بلکه بعد این چپ پیدا هستین که پرچی چپ شکست وار ممکنه 4 دانه خبر شده بودن نوشته ولی خبر تحقیقاتی دانشگاهی نبوده مثلا یک دو دانه تا دانشگاه کوپنهاگ بوده تا به اصطلاح دستات دانشگاهی که چیزان خیلی جالبی هستند ما وقت اتفاقا شام وانتگن تو گوشم کتگن که پرچی چپ مثلا نتونید یادگن توجه جلب بکنن که تو وقت ما وقت ماشو درست جنبش چپ بودتگن بل خب به هر حال شون چیزانی هست که هنگام مردم وقت باید رند چا تجربه استفاده بکن که رند چایی بتون وقت آماده بکن وقتی که طوفان کاپ تو کور مردمان هست که مثلا مردمانی که کور دب دیم دارک نویته و جمهوری اسلامی هم مردم دیما داشت نکند که جامعه مردم کاری وقتی که مردم وقتی کار انجام داد و رژیمش سرنگون کرد و در نقشه عذاب تو دانید که شما باید تیار بکنه و انچک تو گشت خب به هر حال باید جنینا وقتی به صلاح سازماندهی بیتن طبقه کارگر وقتی سازماندهی بیتن تو بخشان مختلف جامعه بلوچستان وقتی بیتن و شان چیزانی که ما در ریم باش ما خب به هر حال 100% ایشی طرفدارند که طبقه زحمتکش بلوچستان به هر شکلی هستند تا آیوتی سندیکا بانتن آیوتی سازماندهی بیتن و ایشی سرا حتما ما شما گوی دیگرانی هر یکی به شکلی تونه با هم دیگه همکاری بکنه و یه چیزا حتما یک دیگر دیما برای هر یکی توتی جاگا سلامت و موفق لطفتم یه گپا بجنم تشکر minnattar janob Siroj Rahim شما توضیحاتان چه البته دو نفر دیگه هست ده برزه دست برز کنه ما بس چون وقت گوسته واجه رضا تی کامنت جسته مطرح بکنته برای ادامه دیم و شیرانگ و آخر یک دو جست هم هسته کامنتان تو که شما مطرح کنه minnattar واجه رضا شما خدمت ما سلام و درود واجه پولین دیوان واجه من صدا هسته یا نه واجه رضا تیگو صدا هسته واجه اول منا دوتا کامنت کسانی هستن و ورا رنده منا یه جستی چه مهندس بندوی هسته منی کامنت شیش شما شهری سرا زانه که یه اعتراضاتی که ایران توی که کلا چیز بیته و زاهده هم مستثنا چه ایران همی جغرافی توی که زمانی مردمان کشک بیتن طبعا یا خروش بین مردمان بی بعد یه موضوع که خروش بی و مردمان جنگ بیتن ماش مشرری سرا زانن که مولوی عبدالحمید موضع درستی گرفتی و منطقی دیماشو و یه اعتراضاتی رهبری کن یه اعتراضات نبی یا حزبی یا سازمان یا گروه پوتی مصادره بکن شاید احزاب نقش حمایتیش ببیته و باید هم ببیتش ولی اینکه یکی بیته یا حزبی یا سازمانی بگوشی ما ادان هستن و ما یه چیز دیگه ما برگه ما یه چیز واجه نمانه یه چیز اشتباه تمام یه مسائلی که رهبری بگه تمام وسیله مولوی عبدالحمیده و جای تقدیر و تشکری هسته یه منی کامنت واجه یکی شیعت دومی کامنت منی البته واجه جهل برزان نه منی حبر ورد واجه عبدالله راجع جنبش مردم واجه عبدالله یتن گروه توکا حزب مردم توکا یتن اندی ما جهلا خبر نکن وتی جوستا هنکن وتی انتقاد هنکن بعد رنده روتن فیسبوک سوشل میدیای توکا هر چی دلی لوتی لکی واجه عبدالله پتا زشته ترا اگه جوستی پرسی هستن ادام واجه مثلا حزب مردم ترا اگه نقدی هستن چه واجه کارم بیا نقدش کن والا یکی منو تو اگه تو نشان دیما بوشت پروشگش من خوشحال بیا ولی تو برای سوشل میدیای تو که هر پیمیت دل بلوتی یا حزب یا مردم یه دروت براتن بلوچن حالا هر کس به ماشما بلوچن اصلا گروه حزب تو ویل کن ولی ماشما بلوچن بلی اگه تفکر میشمه وری یک دیگه یکنه شرنه ماشما یک دیگه را برای خراب بکنه تو بیا هنی برزا و
یه واجه کارا میتونن تو رو بیارن برزا تی واجه کاران سوال پیچ کن تر جواب بده واجه رحیم بندوی واجه ناصره یه و دیگه واجه کارانی که از مردم هستن تر جواب بده شانی وظیفه تر جواب بده واجه جست منی چه واجه بندوی اشی یا خبری تقریبا دو سه شب پیش نزان 4 شب یا اتاقی واجه ملازایی پشت تگاد واجه مهم سرخوشه یا چیزی گو برای من حقیقتا خیلی چیه بگوشم ناراحت کننده یا خبری کتی یا جسی کتی چه واجه جمشید جس کو واجه جمشید رد کو ولی من هنی لوتون واقعا جس بکنه چه این رحیم بندوی واقعا شما رابطه که تورنتو شما بعد به صورت محرمانه رابطه که رضا پهلوی که را آیه دست بوسی ها به صورت محرمانه و مردمان پناه کتا که واقعا ما متاسفم اگه شما چین کاری بوده یکی من شخصا متاسفم گرچه من وابسته به هیچ حزبی نه ولی خب شما به عنوان می یا حزب سیاسی اگه شما یه کار بکنه واقعا جای تاسفی هسته اگر شما یه کار نکنه گورا مهمه چیه یه خبر کو من نتوارم آجا والا چون که جایت مثلی که در هر صورت خب بلکه آیا یک سری نه یک سری ساعت دانشی از جاگان دیگه هستند که معلوم نمیشه کجا کنچین ادعای کنه خیر ما به دستبوسی آقای رضا پهلوی نرفتگیم و در این حال هم هیچ نوع دیدار و ملاقات به شکل حضوری فیزیکی یا حتی آنلاینی هم بین ما و این واجه نبود منی خلاصه خبر همشن که بلورن داره باشن من ندانم آیا کافیه یا اینکه گشتر توضیح لوټه داری رابطه نباشه من نتوار نه البته سلامت شه در مورد ولی در پیسرم توضیح رابطه با بدم. عبدالله اگه بیتیم برز خبر کما منتوار بین وجه شما هم بوشتی رضا ما جان یه لحظه سب کن آرش جان رضا جان بچه انتقاد اگر کسی بلوتی بکند خیلی خوبه اینجا اشکال نداری واجه عبدالله به نظر من اوتی نظرات در ارتباط با آنچه که به قول معروف هشکوتگی حالا ایشی که یک بلوک اول واقعیتان بزن که چیند بعد بر اساس واقعیات بودی نقدان بنویسی یک بحثی یک دیگه اگر آپم که شما پیسر مطرح که واجهت بودم همچین ادعای کورتک دستبوسی رفته و بعد بلوتی نقد مطرح بگن چون یه بحث دیگر انتشام ولی در کل ایشی که واجه عبدالله نقدی نوشته نقدی کورتگی ویشا و دیدگاهانی مطرح کرده از نظر من البته هیچ اشکالی ندارید تا زمانی که به قول معروف این نقدا به قصد ایشی ببین که اگر از دیدگاه مردم غلطند یک سری راه حل هم پیش بداری بر اساس اوتی دیدگاه در واقع که اوکی پس من که نقد کنه در رابطه منی پیشنهادشه منی نظرشه معمولا کسی که نقد کنه همیشه اوتی نظر هم مطرح کردن تویشم من در این رابطه نظری نیستن که واجه عبدالله نقدی کرده من موانته اتفاقا نقدی از اول تا آخری و ایشی که ضرورتی به قول معروف به توضیح و به بحثی بیترتشا من شخصا ندیست من ندارم سنگت ناصر که در این رابطه نظری هستی تو مطرح بکن منتور منتها رو داریم و جناصر گپ را داریم مورد نه من خاصی گپی نیستم چرا که جوسی دا بیت مردم جواب داد جوسی نبوده و مردم نتون جواب داد چون که یک بسیاری رو نظری داد تا فیسبوک و این گانگو و خب کلا شیبس سیاست و تیک تک انچو مفت ناحق پدا مثلا برای هم مرد جواب مداد چون بخصوص تا فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ این گانگو خبر باز بیتند و با توجه به وقتش هم مردم ها وقتی لید پس سال جواب اما وقتا مثلا سال جواب سر کار کردند اگه در سوالی بیتین خوب در رابطه با هر موضوع مرد جواب بده اگه سوالی نیستین تو نبوده سوال مستقیم خب لازمه مرد جواب دادن تو یک کامنتی که جای نویسه بوده آیا ما خبر حساب کنین خبر اول چه بشن گواتی با منتوار دقیقا اتفاقا مرچی دیوان ما اول دیوان ما اعلام کو که دیوان یک دیوانه که جست و پرس یا از مردو سنگت دنشتگان هر کس جست یا در مورد عمل کرده از و اینگور اگر تو نبیتی جسته بکن البته چون وقت تمام بیتا بگوسته ما دست برز کنک بسته بله اگر سنگت پدان سلا زانند و تونی کمو که وقت بده بله قبل چه آیی الا واجه شیر نشته ده دیر تانی بلیوتی گپا مطرح کنته و نظر کامنت رنده و چاره آیی در مورد چاره چطور آرش دیر جان مارو زحمت منت بکش وقت برانچی واجه من یک دقیقه وقت بده من به کامنت بده شهر رقم که تو صبر کلی واجه شیر رو تی گپا کن و رندت خدمته بفرما واجه شیر که میکروفون شما
تشکر. سلام و درود دیوان نندوک مردمان جهلات برزا. من هیروشی مامتی جوز پیسر را کتگم من خواستین جوستین یستن بس یهتون برزا که سلام علیک بکنم و در زم یک دو کامنت بگوشم. بچه سنگتان واجه ها گپ شی نه که حزب یه جریان یه تشکل گپ شیه که منی به عنوان ما هر یه بلوچی به عنوان یه بلوچی مردم فکر بکن که من پاوتی کاما پاوتی مردم ها چیه کتکن اگر مد نظر این وتی قوم مردم ببیتین گوڑا گفشیه که جریان حزبی و اشان باز چیه نبیتین باز مهم نبیتین یک تو کامنت هم روتون بگوشم که در البته خبرش کو واجه ها پاسکار حمیده خبر کو برامش دیوان داره ببیتین من یارشی سک شهر این جنیانان باره گشته گپ و خبر ببیتین و جنیانان بتوانه همچی دیوانایی برگزار بکنن سکه شهر این خبری سک شهر بیتین لحظه دیگه موضوعاتی که مثل جامعه بلوچستان هستن که سکین یعنی در حالن یعنی هر روز یه مسئله اتفاق کپگاهن که بتوانه یه مثلا سر هم یکم که خبر بکنه مثل اعتیاد مثل جاده های مرگی که در بلوچستان هسته مثل مسائل گازهای کشان ایشان هر روز اتفاق کپگاهن در جامعه توکا یه مثلا سر من هرشی ما شما یکم که گشته گپ بکنن و ایشان و یکم که گشته دیوان بلین سگ شهر بیتیم دوران منیهروشی جنبش های رهایی بخش و ایشانی آداب و کاری که آزمانگا ما پیک کتگت منیهروشی آزمانگا وسط جنبش رهایی بخش مروچی توانتین شی بیبیتین که زبان مادری رو ببیتین جنیانان حق ببیتین حق و حقوق کنت جامعه بلوچستان ببیتین منیهروشی دیکتاتوری پرولتاریا با دیکتاتوری نظام شاه و آخوند و ملا هیچ فرقی نکنتین گرچه که مردم باید برای علیه تمام دیکتاتوری مبارزه بکنن در رابطه با طبقاتی که تا جامعه بلوچستان تا هستن هر کجایشان گرچه که شر بیتنه که نیروهای چپ کمونیست بلوچستان بتوانن و یه حزب کمونیست بلوچستان یاد بکنن من هرچی ما تیلا پنجم در گرند گرون و مهربانی بس گشت مقصدون سلام علیکم یک شما دوستا وانکو نداره من نتوار وجه شیر واجه ناصر تلفون نمندل هستم تو واجه شیر جست من نید یک جست کامنتان تو که هسته بله شهریار اگر تو کوتاه ہوتی جو نظر کامنت مطرح کنه ما گرانت چی طرح جست مطرح کنه Akuta ya dakika çıkamte. Vajayam ega اوکی piyasi ma tuki mardumi. Bari bari ma tuki mardum हम बहें कि मारा बरी बरी माँ हम हमले बेंचे berasad be एक हिज्ब सियासी व या सरूक सियासी है ना वाजा अब्दुल्ला बलूच एक हम्बल सियासी हस्तेंत भले नावे कार हर इंसान हर हिज्ब सियासी तूनी होती नावे कारा च मर्ची की रोचा बांधा बेहतर और पूशी नांगा बेहतर तरी बेकन नी वाजा अब्दुल्ला बलूच हम तवानीत मसलन वती बैत रूम बेजंत गप्पा वती अब बेजा व ई निशान दंते के राज शर्तर तूनी गिचिंकारी बेकंत ए राजा इनी कुमाक कंते के राज शर्तर तवानी वती कदमा चेस्ट बेकंते मन नजर तो का मय बलूचिस्तान शरायत हंची शरायत हैं कि माँ यक दिगरा का मरूची रगीब सियासी हैं बल बांदा माँ रफीक सियासी पे भी यानी अंचू बेकने के बांध वास्ते ही जाह बेमानी कि माँ रफीक सियासी पे भी सलामत सूबे बात तवज्जो من نتوار شهریار یک جسته بیته کامنتان تو که من وانا جسته نوشته که حزب مردم تا چه حد مواضع خود را به جنبش زن زندگی آزادی و جنبش دادخواهی شهدای بلوچستان تطبیق می‌دهد و چه قدم‌هایی در دادخواهی خون شهدای زاهدان و بقیه برداشته. ایشی جواب حالا سنگت واجه ناصر واجه رحیم دیگه سنگت اگه داد کنه بده انته اور دیگه آرزو تا گنده ما مایک جنگه یالا ندارم ما مایک جنگه یالا من نیت واجه دکتر اسخایی کنم من پیام وانه گایتم خیر گره بلی جسته جواب بده واجه اور شو خدمته سلامت بهت قبل هر چیزی خوب شه دلجم بکوه ما واجه عبدالله شا قدیمی همبل و دوستن و بقول معروف وریگا مردم هم همسایه بودن و همشی که وریگا مزن بودن که سیاست ها و با هم دیگه همکارن و با هم دیگه بقول معروف هیچ تعارفی هم نیستن و راحت و نگو یک دیگه خبر بکنن و خب که مردم به صلاح با هم دیگه
مسیران جای جدا بانتند خوب امیدوارم چون که واجه معکران گوشتی جایی پدا مردم گو یک دیگر ور بیتن همین راه روگین درستی نه خوب مقصدی یا جایی که بلوچ مردم بود یک حقوق برساندن دیگه شی که مثلا سوال مخصوصی من خیلی دیگه بران تو کار نیست و باز باش بیتون که واجه شیر محمدی توار هم اشکت و به نظریاتی و شان خوب علای چیزان تمام گنا فعلا هستند و یه مسئله جنین زندگی آزادی یا تشیه و من خیلی ما تا حزب مردم بلوچستان چما ابتدا تا بخش به اصطلاح خواستان فمینیستی که جامعه هستند نگاه شاید فان یک مزنی مهمی بحری یعنی جنبشان توکات جنبشان ملی که اگر رای بخش نامش بله یا حقوقی نامش بله یا هر شکلی که نگاه هستن مثلا اگر جنبش کردانی بگنده یا مثلا تمیلانی بوده یا موادی هم چما اولا همه مسئله سر سک تاکید کده که پیش چه انقلاب زن زندگی آزادی که جنین حقوق بلوچ هم وادا که موادی حاکمیت مردم بلوچستان لوتند تشه کاملا حاکمیت جنین بلوچ هم در مقابل مردین بلوچ لوتند که وقتی ماستر وتند وقتی بدنه وقتی آینده تعیین کنه وقتی حق تعیین سرنوشته به عنوان فرد چوشان اساسا کلا یک بحری چایند و همیشه هم یه بر سر تاکید کده که یک بخشی که جامعه بلوچستان که ما به صلاحی ندوتیم به هیچ وجه سازش بکنه همچنین که جنین مردین برابری حقوقی و هیچ با هیچ مصلحتیش ما قبول نکنه نه بلوچ سنت و نه مذهب و نه هم دیگه چیزانی البته حداقل در حد بسیار از لحاظ فکری و از لحاظ توانی آزادی فردی یک شخصی کار ما کسی کاری نیستند و ما خودزانیم که تا هر جنبش سیاسی وقتی که یک حد محافظه کاری ما بیتن اشتباه روتن که ما رادیکالیزم بیتند که متاسفانه دیدند که همی جنبشان رادیکال هم به شکل تا اشتباه رفتن چون جامعه پروسیان تغییر کنند نه اینکه به اصطلاح یک جامعه چیدا تا بود نرسید تا انقلابات تاثیر الا مردم سیاسی کنند مردم دیمه برند ولی نتیجه همیشه چیزی نه که مردم لوت میده به انقلاب ایران هم پیش داشت میده که مشروطیت انقلاب و اسلامی انقلاب هم پیش داشت که جامعه هر دو انقلابان اگرچه یک جهشی کتی درجه سیاسی دیما ولی پدا ربط هوا چون که به شکل مثلا مشکلاتی جوری بودن شید باری هم مرتون یکش بودی بحثی یک چطور کا بکنه که یه بری چون بیته اشانه هستند ولی خوب در کل شند که ما 100% حزب مردم بلوچستان و تا بخشی چی از آنتی و چه پیسر هم بوده برابری جنسیتی واسطه و خود هم دابا پیسر روحانی هم شارکوتی کلا برابری جنسیتی واسطه نه تنها برابری جنین مردی نه بلکه هر انسانی آزاد بود زندگی وقت بکنه هم دابا که دلی کشیدیم دیگه به اصطلاح فکر کنم دیگه سوالی هم هست شی که به اصطلاح دادخواهی ما خوب دادخواهی که مسلما دادخواهی یک بحری که بود ملکا مردم انجام میدهند و ما واقعا همشید که شید سازمانان بین المللی مطرح کنگ و ثبت کنگ بیتند که مردمان یک حقوق باره یه خواستی که مثلا بخصوص وقتی که مسجد مکی مثلا همیشه تکرار بیته امیدوارشی گشتر تکرار بیتین بودا که مثلا یه مردمانی که کشک بودند طبق قانون ایران هم طبق قانون بین المللی هم بادشانی دادخواهی بیتند ولی خب ما هم بخش دادخواهیش یک اهمیته چون شان مردم نباید هیچ چیزی بشه موشنه چون شیک جمهوری اسلامی ممکنه باند بپرسیدن ولی ممکنه 10 سال دیگه هم بدارید این مسئله دادخواهی مردمانی که کشک بودند شما به اصطلاح بخشی چما پروژه جنوساید که رژیم بلوچستان هست اما که جنوساید زبانی جنوساید فیزیکی مردم بلوچ امیر راو جادیانی نامی گرگ بوده و شیرمانده نام گرفت امید و مثلا تصادفان رانندگی که هستن درو بخشون چمشانه که این شرایط هر چیزی جور بکنه حکومت که مردم بکشید ما خوب مسلما شان مطرح کنه الله بین المللی ادعا و جستم گرفته واقعا هم کشی مثلا چطور کا و بیتین تا که خوب درو چیزا مردم وقت نزانته ولی خب یک سری پروسانی هستن چون ما یک کارن گشتر طریق یو ان پی و بلوچستان هیومن رایت گروپ شام فعالند و شام به شکل فکر کنم یک سری کاروان چون ما نقش ارتباطی انت بازین چیزیانه مثلا مردم ارتباطی برقرار کردن و کار کنگند و ژنوا هم نماینده بی اچ آر جی بود به شکلی هستن تا نزدیکان که کارن رنده اینتون و ارتباطش هست مستقیم و به اصطلاح اسپیشال رپورتر و جهان دیگه که میتونه این کارو انجام بده پیاسات رو خوب شگشتر از مردم دیگه بردن برانی خوب گپ هم شتبات اینستیتوت جور بکنه دموکراسی اینستیتوشن درست فعال جور بکنه یعنی مثلا بی اچ آر جی شدیم ما برای و هم یو ان پی هم مرکزی هستن تا ودا خوب یو ان پی و یعنی یک سری کاران دیگه هم مشغولند خب تنها کما بلوچ نه ودا هستند ولی خب یه کار هم کنه و بی اچ آر جی هم یه کار انجام دیگه
ولی خب شاید چیزانی نیند که مثلا مردم به شکل اخبار کاینت و یه دیگه بلشان ما انجام دهیم و کوشش کنه هر چی اطلاعات گشتر تا یه زمینه په بلوچستان هیومن رایت گروپ یا اگر رسان که رسین اگر پانش رسینیتن یا دیگه طریق آیا په سازمان ملل یا به سازمانان دیگه برک بانته و کوشش کنه که شما بسیار ثبت ببندین و یکی چه کار همین نهادسازی اند و امیدواریم که دیگه نهادانی هم ببندین که جور کنک بن کمک کنک بی جور کنک بنده مستقل عمل بکنه ما جنینان سازمان برامش مستقل عمل کنه ما بی چارجی مستقل عمل کنه مثلا خوب برامش باید مثلا باند روچه جنین حزب بلوچی یک مثلا اشتباه کو در رابطه با حقوق جنینا نقدش بکنن بررسیش بکنن تی مثلا بچارن که برنامه ها تا چند اندازه تونه جنینان حقوق تامین بکنه اگه تامین نکنه یاد بگیرن تی و هرچی که بانو کمیده پیسر گوشتی برامشم تقریبا 6 ماه پیش جنبش زن زندگی آزادی جور بیت پروسه سالی پیش رو بیتشون کارش رو کتا گنتش ولور تگش بس یه کاران دیما برانته بله خوب دیگه تیم لاگیتن تا بتونه مثلا با تا سازماندهی بکنن تی خوبش مسلمه دیگه یکی کاری کتا یکی دیگر کاری پیسر انجام داده دیگری مثلا باید شرط رو بهتر انجام بداتن و دیگران می کوشش باید همی بیتن که مثلا بلوچ جنینان تشکیلات مثلا قدرتمند بیتن و هندیگه هم سک مهمه که جنینان سازمان قدرتمند بیتن که آشار زن زندگی آزادی بتونه تامینی بکنن یعنی بهتش بتونه به یک شکل تا بلوچستان باندروچ مثلا انتخابات توی بلوچستان کسایی که لطفا نماینده بلوچستان ببندین مشخصا باید مثلا سازمان مثل برامش مثلا آیانا باید دعوت بکنن جستش بگیرن تمی دو که مثلا جامعه دموکراتیک هم کارا کنن گروهان مذهبی کارا کنن سندیکان کارگری کارا کنن یا لابیان مثلا ملتان مثل ارمنیک که شورم بازن یهودی یا می ایرانی که ماشن باز تا کالیفرنیا نماینده دعوت کنن نظریاتش جز کنش بچی کنه مثلا آیانا بلوتن تا جنین بشری مردی به مسئله نه کاندید یا حزبیان یا مستقل روانتین کاین مثلا مشخصا کار پیشیک مثلا جنین حقوق مسئله حقوق جنسیتی قانون اساسی آینده ایران چطور که تامین بیتین ایشیا مثلا توضیح بدین برنامهش چیه یا مثلا حزب سیاسی برنامه چیه نقدش بکنن بچارانتش اگه کم بودنی هستن که کم بودن جبران کنه ببندین بهتر کنه ببندین و یه خوب یک بخشی که مثلا ما تا حزب مردم بلوچستان 100% چه اهمیت نه و کوشش کنید مثلا سازمانان جنینا مثلا نواد با که رواج رسول گشت مثلا کارگران و زحمت کشان و آیا هم همین شکل مطرحش بکنن و سعی کنند مثلا احزاب سیاسی توی برنامه‌اش بیارن و یه بحرانیت که ما به هر حال کوشش کنیم که به همین شکل دیگه ما بروتیم سلامت به دیگه منتظر دیر راج کش نکنم سلامت و ناصر من لطفا فقط یک چیز تکمیل بکنم ایدهشون که در رابطه با جنبش زن زندگی آزادی اتفاقا حزب مردم بلوچستان یکی چه اول گروه و احزاب بیته که جنبش چه اله خارج از کشور و حمایتی پیش داشته و تظاهراتی برگزار کرده و اولی اتفاقا تظاهرات فکر کنه در بین کل گروه حزب مردم بلوچستان در حمایت چه جنبش برگزار کرده فرانکفورت 24 سپتامبر اوایل جنبشه قبل از اینکه دیگه گجران گروه تا دیگه کرد و شانتی چی هم برگزار بکنه منتوار الا دیگه ظاهرا جستنه دکتر عظیم کامنت هستن الا وقتم باز گوسته تقریبا 44 دقیقه گوسته دکتر عظیم مد خدمته بله زنده دیگه باتید پا بسن زنده باتید امیدوارم این گفتگو گشتر ببن و شرطری دابی ما شما همکاری و همراهی بخاطر و شالی دیما بره بچار عزیزان گپانی که من کو پیوست شید که حقیقت با توجه کلاب هاوس سانسور نبی و رسمیتی ها ایران تو قبولش کتا و چلگه ما شما کوشش بکنه که کارگروه شهر ببیتن چه براتان و مدراترانی که اتاقان مختلفش هستن در طول هفته یک هماهنگی ببیتن که مسائل مشترک بلوچستان مثل زیست محیط یا مسئله مرچی تقسیم چون کنگ بلوچستان یا چه بین برگ فرصتانی که توی سرمایه گذاری های منطقه بید شام مسائل جدیه امیده که چه منافع حزبی و فردی سر بگوشید یک جاگاه کارگروه شهر بکنید و مرتب اتاق بلید تو کلاب هاوس ها
و ضمناً وتی سنگت و دوستان هم عزیزان دعوت بکنه. من نشکته در یکی بگوش اتاق ها یکی بیای پخش بکنه روند که مواد مرا چندین نفر دیم داده که بیایم. بله معمولا مدراتوران باید تبلیغ بکنن که مردم بیاین و دعوت بکنن دیگه برات گوهران که دیگه اتاقان چون کلاب هاوس محل گفتگوی حقیقتا که مردم باز پخش بله ما شما وضعیت طوری مش حق حقوقش لاپاشته و به زیست محیط و منابع طوری غارت بیگن و همین چون کنه ملک هنچه جدی بیگه که امکان داری در همین مجلس تصمیماتی گرگ ببی و مهلنتی به دیگه مجلسی هم برسی. بنابراین دستبند و چه منافع و فردی گروهی حزبی سازمانی تا یک حدود وقتی وقتا بله توی کارگروهان مشترک سرجم ببید، چه مختبز به مردم ببی یا توپاکی بی یا جبهیان بی یا هر که ببی کارگروه تشکیل بده تو کلاب هاوس تو که مرتب اتاق بله تو به خاطر گفتگو و آگاهی بخشی یک ضرورت مرچی و باز اثری هم هست حقیقت و هم همراهی یاری اعتماد و نزدیکی یاری هم به حزب و سازمان هم مدد کمک گشتره بید که حقیقتا زندگ باتید. امیدوارم که گشتر گندگ ببید یک جاگا و یک کارگروه ها تشکیل ببن. منتوار minnettar دکتر ما تیم باز گوسته البته دکتر تیگا پواشم بلشن که اگر مردم مدام کلاب هاوس تو کاوی گره دیگه کاران چی هم کپیتن چون که پیسرام سنگت مطرح کتا از مردم سنگت دیگه جای هم کار مارم و تی شخصی کارم خیر هستن ته و پده دیگه کارم پیگیری کنگان را خبرم برسه اینن ته و سازمان بین المللی یا این گور آنگور ای چیز هم هستن بله تا جایی که تو اونا پدام کان کلاب هاوس تو که تی گپا کنن ته و تی جوابان کسی که جواب است جوابان سوال است جواب دهن ته شما باز منتوار درست سنگتانی رضایران دیگه گپ جسته نیست گورا ما سنگتان که دا برزایا از گله باز کن اگر گپ چیزی هستنه که تی گپا بکنه و دیوانه بنده منتوار برای آرش تو هنچی گپ کنه انگار دیگران کاربار و زندگی دینی فقط تی مردمان حق وقتش نبره کلاب هاوس یه دیگر هم که نه وقت هلگا و چوتی وقت نه گذاشتن دکتر فقط جان من منظور نه یعنی منظورشه که مردم اگر هر شب بینید کلاب هاوس اگر دیگه روچ پد واپس اینا کار کوت نکنه کار بکنته حداقل ما را توان نیست ما را تو وابم نیاز است تی منتوار دکتر جان دیگه ماهی سنگتان اگر آرش شما جان ماهی من یک نکته واجب دکتر ون آرش جان من یک نکته گوشم سنگتا زانه چیه بار یک چیزی هست یا عادتی این عادت باز وش نه مثلا هر کس توانید به وتی ما دیگر واسطه نسخه صادر مکنی ما بارها وتی رومان تو کا همین مسئله گوشه گم بله مثل اینکه دقت نبی عذاب بلوچستان حزب سیاسی بلوچستان وتی کارا شرری سر بلدین یہ ما بارها گوشتا و آیا رو میٹنگ آئے بین المللی شرکت کنا وتی کارا انجام دیں علم من اشاریہ را تصمیم بر ای گفتا کہ کلب ہاؤس تو کا گیشتر فعالیت بکنا چونکہ ما کلب ہاؤس تو کا تو نا گپ بجنا سنگتی کہتے دیوان بکنا بری بری مجاک ہم کنی بلے آزاب سیاسی اگر درست معشومہ کلب ہاؤس بین گورا معشومہ دیگی آرنائے تو کا ضعیف بین یعنی دیگی آرنائے لوز کنی پس بہتر ہمیشہ کہ حزب مردم بلوچستان و تکارا بلدیں یک سازمانی یا ارگنائزیشن ہر وقت کے صلاح زانتے بیایت رومان تو کا کہتے کلب ہاؤس وتی دیوان برگزار کنتے و آئیے دیوان زبردست دیوان بچ میں چارتا 7 نفرات کا سلامت صوبے بات توجہ من دی گپ نیست سلامت باته سنگتان مدیراتوران اگر گپ چیز شما راست که شما تی گپا بکنه وگرنه برو روما بنده و سنگتان واسه جی شب باش کنه منتظر بانو کمیده مایک جات بلکه شاید کامل او که برا گپ خیر بفرمایید بانو کمیده شما یک جت ظاهرا فرمایید مایکل جتت نه من گوشی رو یکم موقع چی بود اوکی خیره واج سعید شو فرمایید تو ما یک چیزی خاموش بود توشان نه درابطه من گپی نیست من فقط دستمندی چه دیوانی برزروکان که بلوچستان عثمان گل کلاب هم فالو بکنه که ما وتی دیوانانی که در پیسرا جاردنه آیا برسی تو سرپد ببن که پدا می دیوانم برزورد بکنند سلامت به منی گپ همشیه تو صوبین سلامت باته چه من نیمگاه شما پهکانی منتوار
که این پیدا دیوان شما برف زورد تو شما قهقن شب باش بی دیگه سنگتون. سلامت سلامت باش به من شب تشکر باش. کنم. شب باش اوکی سلامت. سلامت بات سنگتم منم زندگ به بچانی سنگتان شب سلامت. باش. باز منتظر که شما بار بود شما شب باش